سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. در یک ویدیوی مفصل میخوایم موضوع منطقه آزاد شدن استان مازندران رو بررسی کنیم. اصل موضوع چیه؟ به چه مطالبی نباید اکتفا کرد و چطور میشه از این داستان بهره مند شد؟ از حیث سرمایه‌گذاری املاک مستقلات. البته کمک‌هایی هم میتونه به کسانی که راجع به کسب و کار در این استان و منتفع شدن از این بحث برنامه دارن میتونه کمک بکنه. خب راجع به بحث منطقه آزاد مازندران خب صحبت زیاد شده، خیلی صحبت کردن، نمایشگاه ماشینی‌ها صحبت کردن، فعالین حوزه املاک صحبت کردن، مسئولین، استاندارها، نمایندگان مجلس صحبت کردن. میخوایم همه مباحث رو جمع‌بندی کنیم، ببینیم که اصل موضوع چی بوده، چه صحبت‌هایی شده که میشه بهش اکتفا کرد، چه صحبت‌هایی نمیشه اکتفا کرد، چه منافعی در پی صحبت‌ها بوده و اصل ماجرا و اون چیزی که میتونه سودرسان باشه به سرمایه‌گذاران چی هستش. این ویدیو به عنوان یکی از ویدیوهای مجموعه زونهای طلایی ضبط و منتشر شده. امیدوارم که دوستانی که در این مجموعه عضو هستن و بهره میبرن از ویدیوها بتونن از این ویدیو در راستای سایر ویدیوها در پکیجی که ما برای استان مازندران ارائه دادیم نهایت بهره رو ببرن. سوالات خودتون رو هم میتونید از طریق دایرکت صفحه وحیدی آفیشیال در اینستاگرام بپرسید. دوستانی که شماره واتساپ هم در این پیج قرار دادن مستقیم شماره واتساپ بنده رو هم دارن که میتونن اونجا هم با بنده در ارتباط باشن. در بخش یا فصل اول راجع به سوالات محوری صحبت میکنیم، بعد از اون سیاست کلان دولت و نقشه بزرگتر رو بررسی میکنیم، ببینیم مثلا موضوع چی بوده و این آزادسازی استان مازندران کجای نقشه بزرگتری قرار داره، پازلی تکه‌ای از چه پازل بزرگتری هست، چون ما مسلماً باید نقشه بزرگتر رو بدونیم که ببینیم به چه سمتی حرکت خواهد کرد یک موضوع و چگونه میشه از اون بهره مند شد. در فصل دیگه یا بخش دیگه ما اراده دولت و مسیر سرمایه رو بررسی خواهیم کرد. بعد از اون جایگاه و پتانسیل راهبردی مازندران رو صحبت میکنیم. بعد از اون مسببات و ساختار منطقه آزاد مازندران رو بررسی میکنیم، مثلا جزئیاتش به چه شکله و دقیقاً قرار کجاها آزاد بشه. بعد از اون انطباق منطقه آزاد مازندران رو، طرح منطقه آزاد مازندران رو با آمایش سرزمینی مطرح میکنیم که خیلی موضوع مهمیه. بعد از اون مفصل و جزئی بحث حاله ها و موش‌های توسعه و سرمایه گذاری رو بررسی میکنیم که اینجاش عملیاتی تره برای کسانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن و از این موضوع بهره ببرن در استان مازندران. بعد از اون اینجا تا الان رسیدیم به فصل یا بخش نهم، مدل سرمایه گذاری و منطق زون طلایی رو که متأثر از این موضوع یعنی آزاد شدن منطقه آزاد مازندران هستش رو بررسی میکنیم و در دو بخش آخر به ترتیب مقایسه با سایر مناطق آزاد حالا بررسی میکنیم، ببینیم مناطق آزادهای دیگه کشور چه اتفاقاتی براشون افتاده و چه تأثیری روشون داشته آزاد شدنشون نسبت به قبلشون. و بعد از اون هم یه جمع‌بندی استراتژیک انجام میدیم که ببینیم در نهایت اقدامات درست به چه شکل خواهد بود. افرادی که میخوان سرمایه گذاری بکنن یا اخبار مربوط به سرمایه گذاری رو دنبال میکنن با موضوعاتی روبرو میشن که میتونه سیگنال سرمایه گذاری باشه. چند تا موضوع راجع به این سرنخ‌ها و این موضوعاتی که به تازگی مطرح میشه وجود داره. سرمایه گذاران کهنه‌کارتر، اونهایی که فعالیت بیشتری توی این بازار انجام دادن، املاک بیشتری دارن، خرید و فروش‌های بیشتری انجام دادن. شاید مثلا توی این حوزه شاید اگر راجع به کفش فروشی صحبت می‌کردیم این رنج سنی با تجربگی کمتر بود. شاید مثلا راجع به نمیدونم لباس فروشی صحبت می‌کردیم کمتر بود. اما وقتی راجع به تجربه در حوزه املاک مستقلات صحبت می‌کنیم بس سن‌های بالاتری رو درگیر می‌کنه. مثلا ما با تجربه‌ها و ملاک‌های صاحب نظر حوزه املاک رو در رنج مثلا حداقل 45 سال به بالا داریم. کمتر از اون سنشون اجازه نداده که بخوان با تجربه بشن، تجربه موفق و ناموفق زیادی داشته باشن. بعضی از ریسک‌ها اصلا در این حوزه به تجربه است. هرچی هم که شما دانش آکادمیک کسب بکنید یا برید کتاب بخونید، مطالعه کنید، نمیرسید به اینها. ریسک‌هایی هستش که فقط شما باید در میدون عمل به اینها دست پیدا بکنید و تجربه بکنید. یه جایی ضرر بکنید، یه جایی ارتباطی بگیرید با کهنه‌کارهای این سرمایه‌گذاری که بتونید جذب بکنید، استفاده بکنید از تجارب تلخ و شیرین که شما رو بتونه ارتقا بده و باعث بشه که هزینه کمتری در این بازار در سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت بکنید. میدونیم که سرمایه‌گذاری درست در حوزه املاک مستقلات گاهی میتونه شما رو به اندازه چند سال کار کردن جلو بندازه. شما اگه سرمایه‌گذاری املاک مستقلات موفق داشته باشید ممکنه
در یک سرمایه گذاری شما سودی ببرید، ممکنه مثلا 2 سال اون سرمایه گذاریتون مدت زمانش طول بکشه، در طی 2 سال آورده شما به اندازه 10 سال کار کردن شما باشه. و این موضوعات این موضوع رو مهم میکنه که ما بتونیم یک خطکش درست و یک الگوی درست ذهنی برای خودمون ایجاد بکنیم که بتونیم تصمیمات درست بگیریم و از اعمال قدم‌ها و گام‌های اشتباه در مسیرمون جلوگیری کنیم. خب در این خصوص یه موج هیجانی ایجاد شد. یهو گفتن که استان مازندران قرار آزاد بشه. خب این پیشینه داشت، ولی یک موج هیجانی ایجاد شد که خیلی از افراد فکر کردن که هر جای مازندران دیگه برن ملک بخرن یا هر جا ملک دارن دیگه زندگیشون از این رو به اون رو شد. در حالی که قسمت عمده این موج سواری صرفاً برای استفاده عده خاصی بود. حالا نمیخوایم راجع به اون صحبت بکنیم، ولی باید بدونیم که اگر موضوعی به صورت دفعی و به یک باره میاد، یک موج عظیم هیجانی دربارش ایجاد میشه و راجعش گفتگو میشه. مثلا چند وقت پیش انتقال پایتخت رو داشتیم، یک موج عظیم و عجیبی در کشور ایجاد شد راجع به انتقال پایتخت، بعد دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. فقط اتفاقی که افتاد، حالا اونجا ما در موضوع انتقال پایتخت هم گفتیم، عده‌ای رفتن اونجا سرمایه‌گذاری کردن، سرمایه بخش خصوصی و خصولتی رو بردن اونجا که مسیر برای ایجاد زیرساخت و توسعه دولتی باز بشه. خود دولت که پولی نداره که بخواد بیاد سرمایه‌گذاری زیرساختی بکنه، پولی هم که داره از من و شماست، مالیاتی که من و شما میدیم، درآمدی که ما داریم میذاریم تو جیب دولت. به جای اینکه خودش بیاد حالا از همون آورده‌ای که از مردم ایجاد کرده بره اونجا هزینه بکنه، با یک پمپاژ خبری و ایجاد موج هیجانی باعث شد که سرمایه بخش خصوصی بره اونجا به طمع گرفتن سودهای قابل توجه که البته بی ربط هم نیست و افرادی که در موج اول میرن معمولا سود میبرن، اما سود اصلی رو دولت میبره. دولتی که میخواد زیرساختش اونجا توسعه بده و بهره‌مندی هایی رو ببره که شاید در برخی از موارد منافع اون منافع مالی که ما فکر میکنیم نباشه. قاعدتا همینطوره. سرمایه گذار در اشل های مختلف آیدی های مختلفی داره. هیچ وقت آیدی یک دولت، یک کشور با آیدی یک سرمایه گذار حقیقی، یک فرد، یک کارخانه‌دار، یک فرد ثروتمند یکی نیست. دولت هم از این بابت اومد این موج هیجانی رو برای انتقال پایتخت ایجاد کرد که سواحل مکران با سرمایه بخش خصوصی یه تکونی بخوره که دولت راهش صاف بشه برای اینکه به اونجا و زیرساخت ایجاد بکنه و برای ایجاد ساختاری که بتونه بهره برداری بیشتری از آبهای آزاد بکنه داشته باشه. در رابطه با مازندران هم به همین شکل بود. استاندار اومد سخنرانی کرد، گفت که منطقه آزاد کلش قرار آزاد بشه. با محوریت ماشین این صحبت رو کرد، گفت جوانهای ما رویای دیرینه‌ای دارن، اما موضوع این نبود. به هر حال موضوع یک بحث پیشینه‌دار هست، حدود 20 و چند ساله که مطرح هست و امروز اومده به نتیجه رسیده. این که چطور با این سرعت اتفاق افتاده و این سازمانی که تأسیس شد، این تابلوهایی که نصب شد اینقدر با سرعت رفت، باید دید پشتش چه موضوعاتی وجود داره. افرادی که خیلی زرنگ هستن، افرادی که خیلی شاخکاشون تیزه، راندهای اطلاعاتی دارند، بهره میبرند. خیلی زودتر از این که ما با بمب خبری و هیجانی از اینها مطلع بشیم. ما هم نهایتا میتونیم اگر این موضوع رو کلا یک کیک در نظر بگیریم، یک کیک بزرگی که از قبل هم مشخصه که قسمت بزرگی کیک مال کیه، ما نهایتا میتونیم چش داشته باشیم به اینکه از اون قطعات کوچیک کیک به اندازه وسع خودمون، به اندازه آورده خودمون بهره ببریم، که این هم هیچ اشکالی نداره، بلکه از راز و رمزهای ثروتمندتر شدنه که اکثر کسب و کارهای موفق دنیا هم از همین حوزه، یعنی حوزه املاک و مستقلات در تمام جهان دارن بهره میبرن و سرمایه‌شون رو چندین برابر میکنن. خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم که منطقه آزاد اصلا یعنی چی، مفهوم منطقه آزاد یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت بیاد یک منطقه رو یا برای هزینه‌های گمرک، مالیات یا فرآیندهای تجاری و بوروکراسی اداری یا تسهیلات خاصی قرار بده یا کلا اونها رو حذف کنه. این اتفاق در راستای تسهیل واردات و صادرات اتفاق میفته. بازارهای محلی اون منطقه رو میخواد تبدیل بکنه به بازارهای بین‌المللی و این محدودیت رو برمی‌داره که کارها و بوروکراسی اداری با سهولت بیشتری انجام بشه. هزینه‌های گمرکی و مالیاتی و هزینه‌های تجاری هم کاهش پیدا بکنه و مردم راغب بشن که وارد این چرخه بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در این منطقه. اگر بخوایم راجع به سیاست‌های کلانتر و نقشه‌های بزرگتری صحبت بکنیم که حالا آزاد شدن منطقه آزاد بشه یه تیکه از اون پازل‌ها که خدمتتون عرض کردم، باید به چند تا موضوع توجه بکنیم. در واقع چند تا موضوع نظر ما رو جلب می‌کنه. یکی برداشته شدن تمرکز از روی بندرگاه‌های جنوبی کشور. خب می‌دونید که ما در کشورمون
استراتژیک ترین مناطق و نواحی رو در جنوب کشور داریم. چرا؟ چون از طریق جنوب کشور ما به آبهای آزاد و تجارت‌های اقیانوسی متصل میشیم که خیلی موضوع مهمیه و کشورهای زیادی از این مزیت بهره‌مند نیستن توی دنیا. همه ساحلی نیستن، همه ساحل آبهای آزاد ندارن. ما از طریق خلیج فارس و دریای عمان به آبهای آزاد متصلیم که طی سالهای گذشته هم بهره‌مندی زیادی از این بنادر و از این مناطق آزادی که منسوب به سواحل جنوبی کشور هستن داشتیم. هرچند که صرفاً متصل بودن به آبهای آزاد مزیت محسوب نمیشه. ما بحث مدیریت رو هم داریم و این دو در کنار هم دو بال هستن که باعث شکوفایی و بهره‌مندی از این موضوع میشن. یکی بحث اتصال به آبهای آزاد، یکی بحث مدیریت. مثلا ما در مناطق آزادی مثل منطقه آزاد اروند به دلیل سوء مدیریت علیرغم اینکه به آبهای آزاد متصلیم نتونستیم بهره‌ای که باید می‌بردیم و ببریم. حالا راجع به اینا جلوتر صحبت می‌کنیم. اما بخوایم عوامل دیگه‌ای که سیاست کلان رو و سیاست کلان حکومتی رو به این سمت برده که نقشه بزرگتری در این خصوص طراحی بکنن، بحث پررنگ‌تر شدن حضور در کریدور شمال جنوبه. ما در بحث کریدور شمال جنوب قبلا هم حالا پستایی در پیج قرار دادیم، جلوتر هم یک فضایی رو یک بخش رو کلا به این موضوع اختصاص دادیم. فقط این رو خدمتتون بگم که تمرکز اصلی کریدور شمال جنوب در ایران استان گیلانه، یعنی از قزوین به سمت استان گیلانه که حالا یه پست مخصوصا موشن گرافی براش گذاشتیم توی پیج. اما مازندران کجای این ماجراست؟ مازندران هم در کنار گیلان میتونه به عنوان حلقه پشتیبان کریدور شمال جنوب برای قسمتی که از ایران میگذره باشه که میتونه منافع رو داشته باشه، ولی خب اصل موضوع نیست. این هم وجود دارد که ریسک از دست دادن کامل این کریدور رو هم ما داریم. اجماع‌هایی ایجاد شده که در حال تمرکز بر مسیرهایی هستن که کلا ایران رو در این کریدور دور بزنن. حالا در جلوتر روی نقشه صحبت می‌کنیم راجع به این ماجرا. فقط این رو خدمتتون گفتم که مسئله مازندران حلقه اصلی کریدور شمال جنوب نیست، بلکه میتونه پشتیبان باشه که اون هم با سیاست‌های داخلی و رایزنی‌های بین‌المللی امکان پذیر میشه و الان نمیتونیم به صورت خیلی محکم و موثق این رو با درصد بالایی تایید بکنیم و بخوایم روش اقدام سرمایه‌گذارانه‌ای انجام بدیم که حالا ممکنه حجم زیادی از دارایی ما رو درگیر این موضوع بکنه. موضوع بعدی فعال کردن محور تهران، آمل، امیرآباد هست. خب همونطور که در جریان هستید ما به واسطه آزادراه تهران شمال تمرکز و فشردگی لنگر جمعیتی رو ما در غرب مازندران داریم. به واسطه مساحت قابل توجه امیرآباد که به عنوان قسمت اصلی منطقه آزاد مازندران در نظر گرفته میشه، باعث میشه که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اونجا افزایش پیدا کنه، فعالیت صنعتی افزایش پیدا بکنه و تمرکز بیشتر بشه به اون سمت. یه خورده بارگذاری‌های جمعیتی، فعالیت‌ها و سرعت توسعه اونجا بیشتر بشه که خب ما از تهران به آمل و امیرآباد رو ما از دو محور فیروزکوه و هراز داریم که باعث میشه که این بار و این فشردگی انتقال جمعیت و امکانات و سرمایه از پایتخت و استان‌های مرکزی از طریق آزادراه تهران شمال یه خودش منتقل بشه به سمت آمل هراز. خب این تفکر درستیه. اگر درست اجرا بشه، اگر تمام حلقه‌ها به درستی طراحی و اجرا بشود، میتونه موفق باشه. آثار این موضوع هم ما دیدیم دیگه، قیمت‌های نجومی که نسبت به غرب مازندران نسبت به شرق مازندران داره، ولی پتانسیل رو داره و میتونه حالا مثلا با اختلاف 2 ساعتی 3 ساعتی که از طریق آمل یا هراز شما میتونید به همون ساحل دریای کاسپیان مازندران برسید، میتونه حداقل 70-80% اون منافع رو تامین بکنه. موضوع ژئوپلیتیک بعدی بحث روابط سیاسی کلان بین کشورهای مهمی مثل روسیه است که ما میتونیم از طریق بنادر مهم کشورمون که در شمال کشور قرار دارن اتفاقات موثر و خوبی رو با اونها رقم بزنیم که خب باز حکومت و دولت بیشترین بهره رو خواهد برد. در کنارش افراد دقیقاً میتونن بهره‌مند بشن. همین چند روز پیش ما در آبان ماه 1404 داریم این ویدیو رو میگیریم. چند روز پیش یه خبری دیدم که یه کنسرسیوم خاصی با کشورهای ساحلی دریای خزر یا همون مازندران یا کاسپیان هستش که در حال ایجاد شدن، در حال بحث و گفتگو هستن. خب اینها باعث میشه که در حالی که ما دستمون با وجود تحریم‌ها برای تجارت، برای فعالیت‌های اقتصادی خیلی باز نیست در سطح کلان، بتونه از این موضوع بهره‌مند بشه. موضوع بعدی بحث بحران‌های مهمیه که در حال حاضر ما بحران‌های زیست محیطی مهمی هستش که ما به واسطه مصرف
غیر اصولی منابعمون و عدم تخصیص منابع بهینمون از دست دادیم. مثلا ما مشکل آب شدیدی در فرات مرکز ایران و تهران داریم. خب این مشکل آب به هر حال باید یه جوری حل بشه دیگه. حالا الان صحبتش هستش که همین چند شب پیش سهمی بندی کلید خورده در تهران. خب پایتختی که حدود 200-300 سال پایتخت ایران بوده، تهران پایتخت ایران بوده، الان ما به جایی رسوندیمش که انقدر غیر بهینه منابع رو مصرف کردیم که خاک سست شده، سفره‌های زیرزمینی رو خشکوندیم، ریسک فرونشست رو افزایش دادیم، آبی برای مصرف وجود نداره و همه اینها باعث میشه که بحران‌هایی که الان دیگه خیلی هم غیر قابل تصور نیست و قابل تصور شده حتی برای عموم، فکری برای حل اونها بکنیم. چه بسا قسمتی از انتقال پایتخت به این موضوع مرتبط بود که از بحران آب و مشکلات زیست محیطی تهران فاصله بگیریم. چه بسا تسریع در منطقه آزاد مازندران هم همین موضوع رو پوشش بده که مردم از این موج هیجانی که خود دولت به واسطه مسئولین و سمت‌هایی مثل استاندار و فرماندار صحبت میشه، مردم سوق پیدا بکنن، با توجه به ریسک جنگی هم که برای پایتخت وجود داره دنبال این باشن که زندگی رو جابجا بکنن، مهاجرت انجام بدن به استان شمالی، حالا هر جا که شده، فقط از تهران برن که این جمعیت کمتر بشه، بار جمعیت تهران کاهش پیدا بکنه که بتونن این بحران‌ها رو پشت سر بگذرونن. شاید قبلا راجع به این اگر صحبت می‌کردیم که همین بحران‌های زیست محیطی و منابعی میتونه کلا یک حکومت رو مثل حکومت جمهوری اسلامی دچار مشکل بکنه، یه خود باورش قابل قبول نبود و میگفتن آقا این مشکلات به هر حال حل میشه، راه حلی براش پیدا میشه. ولی الان بحث‌ها موجودیتی شده، بحران‌ها موجودیتیه و شاید درصد مهمی از این که این همه با سرعت و هیجانی راجع به این موضوع صحبت میشه، بحث اینه که ما هم از حکومتمون گرفته تا خودمون شدیم آدم‌ها و افراد دقیقه 90. الان که رسیدیم به مراحلی که واقعا سخت شده، منابعی وجود نداره که صرف کنیم، بدو میریم از سد طالقان لوله کشی میکنیم، بدو میریم برای صنایع فولادی مرکزی تهران از خلیج فارس آب میاریم با لوله و چه بسا الان بدو و هیجانی داریم ملت رو تشویق میکنیم که برن منتقل بشن به مازندران. بارگذاری جمعیت تهران بخشی از خودش رو به مازندران منتقل بکنه تا این مشکلات رفع بشه و بحران‌های غیر حل شدنی تبدیل نشه. و موضوع بعدی میتونه بحث هدایت و ایجاد جریان‌های جدید توسعه کشور باشه که گاهن منطبق با سندهای 20 ساله و سندهای آمایشی سرزمینی هستش که البته در همین طرح آزادسازی مازندران هم این موضوع خیلی رعایت نشده، ولی گاهی واقعا هدف توسعه هم هست که بخشی از این تصمیم بحث منطقه آزاد مازندران هم میتونیم بگیم که این بحث توسعه‌ای و تغییر جهت بحث توسعه بر مبنای وضعیت روز منابع. به هر حال بر هیچ کس پوشیده نیست که مازندران شرایط خاصی در کشور ما داره. ما در نوروز 1404 بیشترین مسافر رو در مشهد و استان خراسان رضوی داشتیم و بعد از اون در استان مازندران همزمان دریا رو داره، دریا و ساحل رو داره، همزمان کوه رو داره، پوشش گیاهی خیلی خوبی داره، جاذبه هایی داره که ما در ایران یه استان مازندران به هر حال با این ویژگی‌ها بیشتر نداریم و این مازندران موقعیت رو خاص کرده که به هر حال یک مأمن پشتیبان برای استانی مثل استان تهران و پایتخت قرار داده بشه. نه تنها برای استان تهران و پایتخت، بلکه ما استان‌های دیگه‌ای که در اونها به مرور زمان بحران ایجاد کردیم مثل اصفهان، مثل یزد، مثل حتی بندرعباس، استان فارس، خوزستان، اینها بیان و فعالیت‌های کشاورزی، فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو در استان مازندران انجام بدن. آزادای تهران شمال رو اشاره کردیم. خب آزادای تهران شمال راجبش زیاد صحبت کردیم، پست گذاشتیم. خود آزادراه تهران شمال در آینده نزدیک میتونه یک انکر خیلی قوی برای رسوندن و نزدیک کردن قیمت‌های املاک و مستقلات و آپارتمان‌ها در شمال کشور به مناطق لوکس نشین تهران باشه. کما اینکه الان ما در مازندران برج‌های ساحلی داره ساخته میشه که داریم که قیمت‌های پایه اونها از 300 میلیون تومان به بالا شروع میشه. قیمت‌هایی که ما در مناطق لوکس تهران داریم. یه نکته‌ای بگم و این موضوع بحث سیاست کلان و نقشه بزرگتر رو جمع بکنیم، بریم یه خورده عملیاتی‌تر نگاه کنیم، بررسی جزئی‌تر انجام بدیم، ببینیم مثلا طرح چیه و چه استفاده میشه ازش بود. ببینید درسته ما داریم میگیم هیجانی داره اقدام میشه و اجرا میشه. این مربوط به بخش پایانیه که داریم ازش صحبت میکنیم. این پیشینه داره دیگه. این طرح یه زمانی مطرح شده،
رفته و اومده، چند جا مسبب شده، مسبب مجلس شده، شورای نگهبان شده، مرکز پژوهش‌ها روش کار کرده تا اینکه رسیده به این نقطه. خب از این نقطه هم به همین صورته، یعنی اینجوری نیستش که امروز شد منطقه آزاد قیمت یهو مثلا 40% افزایش پیدا میکنه، نمیدونم 100% 200% افزایش پیدا میکنه. نه اینجوری نیست. به اسم که اتفاق نمیفته. بله اون چیزی که به اسم اتفاق میفته و رشد یک شبه، یک هفته، یک ماه اتفاق میفته میشه رشد هیجانی، میشه رشد حبابی. یعنی شما هیچ ارزش افزوده ایجاد نکردی، قیمت رفته بالا. خب این میشه پیشخور کردن، انقدر رو همون قیمت میمونه تا شما انگار سرمایه‌تون رو قفل کردید، پارک کردید، اگر بر مبنای خبرسازی‌ها و هیجانات سرمایه‌گذاری کنید. ما به دلیل چسبندگی قیمت ملک، زمانی که رشد حبابی، رشد هیجانی به یک منطقه داده میشه، به دلیل چسبندگی قیمت بر نمیگرده قیمت پایین. حالا ممکنه یه نوسان خیلی کمی به سمت پایین داشته باشه، اما چجوری این حباب و قیمت هیجانی رو تخلیه میکنه بازار، صبر میکنه، قیمت میره بالا، انگار رشدی رو که قرار بوده مثلا که 2 سال 3 سال اتفاق بیفته رو پیشخور میکنه. اگه قرار مثلا نمودار رشد قیمتی به این شکل بره بالا، یهو اینجوری میره بالا، اینجوری میره بالا، خب بعد دوباره یه مدتی هم ثابت بمونه دیگه که اون تخلیه حباب صورت بگیره، اصلاحش در واقع با ثابت موندن قیمت انجام بشه. و این هم که حالا شاید یه عده فکر میکنن که اوکی خب خوبه دیگه، ما در هیجانات دیگه خریدی میکنیم، بعد از اینکه یه خورده قیمت ثابت شد خارج میشیم. خب نمیتونید خارج بشید. ببینید شما باید همیشه وقتی میخواید سرمایه‌گذاری کنید، خرید بکنید، به این فکر کنید که چه کسی قراره از شما بخره. اوکی شما اومدید تو این هیجان خریدی، اون قیمت جدید در بازار باید خریداری داشته باشه که تثبیت بشه یا نه. شما اگر بیاید در این هیجان خرید بکنید، گین افزایش قیمت رو هم بگیرید و بعد خریداری نباشه، فایده ای نداره که. شما باید اینقدر بمونید که دوباره مستهلک بشه رشد قیمتی که شما در کوتاه مدت ازش گرفتید. بنابراین همونطوری که تا امروز پارت طی شده تا رسیده به اجرا و اعلام، باز پارت طول میکشه تا شکوفا بشه و ارزش افزوده حاصل از منطقه آزاد شدن برای استان محقق بشه. بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری با انکر منطقه آزاد شدن دارید، انکر یعنی لنگر، هر موضوعی، هر آیتمی میتونه یک انکر باشه برای ایجاد پتانسیل سرمایه گذاری در یک منطقه، در یک کوچه، در یک خیابون، در یک شهر، در یک مال. و اگر منطقه آزاد برای شما به عنوان یک انکر قرار عمل بکنه، شما باید تنظیم بکنید. الان خبرش اتفاق افتاد، تابلوهاش نصب شد، سازمانش شکل گرفت، مثلا 1 سال دیگه قراره چه اتفاقی بیفته، 2 سال دیگه قراره چه اتفاقی بیفته و شما سرمایه‌گذاریتون رو باید بر مبنای این محور زمانی ترسیم بکنید. اگر اینجا همه اتفاقات افتاد ولی بحث صادرات و وارداتی که راجعش صحبت کردیم، بحث‌های تجاری و اقتصادی که طرف دیگری هم دارد دیگه، ما بالاخره از صادرات و واردات صحبت می‌کنیم، بحث روسیه است، بحث قزاقستان، بحث ترکیه است، آنها هم باید یک سر این ماجرا باشن که ما بتونیم ظرفیت این رشد قیمت رو ببینیم، تشخیص بدیم و بر مبنای اون وارد بشیم و سرمایه‌مون رو رشد بدیم. بنابراین اگر قرار هست از موضوع آزاد شدن مازندران به عنوان یک انکر برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید، خیلی باید هوشیار باشید. اینکه کجا انتخاب بکنید، اینکه موردی که انتخاب می‌کنید چه ویژگی‌هایی برداشته باشه، اینکه باید چه اقداماتی در طول این سرمایه‌گذاری مثلا 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله انجام بدید. جزئیات خیلی زیادی داره و اصلا بر این مبنا و این تصور نباشید که میرید یه زمینه می‌خرید، میندازید هیچ کاری هم لازم نیست انجام بدید، 2 سال 3 سال بعدم با یه سود خوب می‌فروشید و خارج میشید. نه این شکلی نیست. و اتفاقا استفاده از انکرهای ترکیبی که حاصل پتانسیل طبیعی یک منطقه و پتانسیلی هستش که انسان در اون ایجاد میکنه، بسیار حساس‌تر و با برنامه‌ریزی و دقت بیشتری باید انجام بشه. راجع به این موضوع صحبت بکنیم که مسببات این چی هستش، چه مسیر رو تا حالا اومده و ساختار منطقه آزاد به چه شکل. خب قانون پایه مناطق آزاد، ما یه قانون داریم، قانون منطقه آزاد داریم در کشور که سال 1372 مصوب شده، تصویب شده، یعنی بیش از 30 سال قبل. طرح اولیه آزادسازی استان مازندران هم مال سال 92 که بالغ بر 7 منطقه بوده در ابتدا، که در نهایت در حال حاضر می‌بینیم که اون چیزی که نهایی و اجرایی شده 3 لکه هستش که مصوب تاریخ 27/6/1402 هست که اجراش تا به امروز به تعویق افتاده. بارها خود ما هم
در پیج، حالا در استوری ها، در پست ها و در ویدیوهای قبلی راجع به این موضوع صحبت کردیم که یکی از پتانسیل های مازندران میتونه منطقه آزاد شدنش باشه که خب الان انجام شده، ولی همونطور که عرض کردم پارت های بعدی هم داره و اینجا کار تموم نیست. بله، یک بازی چند سال است. اگر تصورتون بود که نه من فرصت رو از دست دادم یا ای کاش پارسال خریده بودم، یا تصورتون این باشه که حالا اگر ملکی دارید بخواید یک سال بعد 6 ماه بعد گینش رو بگیرید و خارج بشید، نه اینطور نیست. یک بازی مدت داره اگر میخواید سود خوبی از این ماجرا ببرید. انگیزه های منطقه آزاد شدن مازندران، اون چیزی که بیشتر توی رسانه ها میبینیم بحث تردد خودروها و واردات خودروها و پلاک های منطقه آزاد مازندران و رشد املاک هست، ولی موضوع اصلی که ارزش افزوده اصلی رو ایجاد میکنه همون بحث تجارت و صنعت و اقتصاده که اگر اونها نباشه، عرض کردم این رشدهای حبابی خواهد بود که حتما به واسطه ثابت موندن قیمت باید تخلیه بشه. هرچند که مازندران رشدش وابسته به فقط بحث منطقه آزاد نیست. ما داریم الان تک معیاره صحبت میکنیم. ما در مجموعه زون‌های طلایی 111 معیار رو بررسی میکنیم که میرسیم به این که کدوم شهر و کدوم منطقه از اون شهر نیاز پتانسیل این رو داره که سرمایه‌گذاری بشه کرد و بهش گفت زون‌های طلایی که بیشترین بهره رو به ما بده. یکی از معیارها بحث منطقه آزادی که الان اگر داریم راجع بهش صحبت میکنیم صرفا داریم با عینک منطقه آزادی و پتانسیلی که این موضوع ایجاد میکنه بهش نگاه میکنیم، صحبت میکنیم، وگرنه معیارهای بسیار زیاد دیگه وجود داره که استان مازندران رو به عنوان پتانسیل ترین استان کشور مطرح میکنه. خب ما در مجموعه زون‌های طلایی هم از استان مازندران شروع کردیم، حدود 70% استان رو هم بررسی کردیم و به واسطه محدودیت زمینی که در غرب داریم، غرب استان مازندران رو به عنوان پرپتانسیل ترین زون کشور برای سرمایه‌گذاری شناسایی کردیم که الان قیمت‌های پایینی نداره و قیمت‌های بالایی داره، اما همچنان پتانسیل بالا رو داره و مهمترین انکرش هم آزادار تهران شمال هستش که این موضوع بارها به عناوین مختلف بهش اشاره کردیم. انگیزه‌ها بحث تردد خودرو، تجارت، ترانزیت و صادرات و واردات، ایجاد ارزش افزوده محصول‌ها هستش که حالا جلوتر راجعش صحبت می‌کنیم. اینها اگر قدم به قدم از سمت سیاستگزار بهش توجه بشه، میتونه سودهای خوب رو برای سرمایه‌گذار مهیا بکنه و واقعا فرصت استفاده از استان مازندران برای سرمایه‌گذاری دوچندان بکنه. مجموع مساحت هر سلکه منطقه آزاد مازندران 1605 هکتار هستش که بزرگترین اون در منطقه بندر امیرآباد هستش که 1060 هکتاره و بعد از اون منطقه چپکرود و میرود هستش که 461 هکتاره و کوچکترین لکه اون هم 84 هکتاره که بندر نوشهر هستش و در غرب مازندران واقع شده. در واقع ما سلکه رو کوچکترینش رو در غرب داریم، متوسطش رو در مرکز استان داریم و بزرگترین لکه رو ما در شرق استان داریم. می‌بینید که مساحت‌های خیلی قابل توجهی نیست، یعنی اینکه فکر کنید قسمت زیادی از مساحت مازندران منطقه آزاد شده، نه. مجموع این مساحت حدود 0.07%. 0.07%. شما در نظر بگیرید که حتی این مقدار و این میزان مساحت 0.1% هم نیست، پایین‌تر از 0.1%. و حالا من دونه دونه اینا رو تصویرش رو براتون گذاشتم اینجا. ببینید این منطقه آزاد امیرآباده که بزرگترین لکه هستش. این محدوده که حصار قرمز رنگ درش کشیده شده، این محدوده چپکرود و میرود هستش که 461 هکتار. می‌بینید که قسمت عمده‌اش هم فضای اسکله هستش و بندر نوشهر که 84 هکتاره. می‌بینید که چقدر کوچیکه و عملاً خیلی جای مانوری نداره خود منطقه‌ای که به عنوان منطقه آزاد محسوب شده، اما به هر حال امتیازاتی داره که فعالین اقتصاد رو میتونه ترغیب کنه به اینکه بیان و در نزدیکی این نواحی سرمایه‌گذاری بکنن و از اون استفاده بکنن، وگرنه خود مناطق بزرگی نیست. می‌بینید که عملاً زمین خالی تو این مناطق نیست، بس که این مناطق این محدوده ها کوچیک هستن. اگر بخوایم یک تصویر کلی داشته باشیم، ببینید این نقشه کل استان مازندران هست که حتی سطح اون قابل رؤیت نیست، یعنی اینقدر کوچیکن که در اندازه یک نقطه هستن وقتی در اشل نقشه کلی استان نگاه میکنیم.
اما بریم ببینیم که وضعیت این سلکه نسبت به کریدور شمال جنوب که راجع به اون صحبت کردیم به چه صورت هستش. این نقشه کریدور شمال جنوب هستش. همونطور که می‌بینید قسمت اصلی این کریدور که عرض کردم کلیتش هم خیلی هنوز تثبیت نشده از سمت گیلانه، اما منطقه آزاد مازندران هم به عنوان یک حلقه پشتیبان میتونه از این کریدور بهره ببره. در رابطه با اینکه کریدور شمال جنوب چه مزایایی میتونه برای بنادر منطقه آزاد مازندران ایجاد بکنه و حتی استان گیلان میتونه ایجاد بکنه، ببینید ما خب کشور تحریمی هستیم در حال حاضر. تجارت هایی که دلار بیس هستن و در مراودات باید گردش دلاری توشون انجام بشه، خب برای ما غیر قابل انجام. میدونید که در حد اکثر شرایط تحریمی هستیم. اما حالا سوال دوستان و نکته دوستان این بود که حالا که ما تحریم هستیم چه اقتصادی، چه تجارتی، چه بازرگانی تا حد درسته. واقعا ما انقدر محدود میشیم سر این تحریم‌ها که خیلی نمیتونیم از این موضوع استفاده بکنیم. اما دو تا نکته هست. یکی اینکه تحریم‌ها همیشه باقی نیست و بالاخره یه روزی ممکنه اتفاقاتی بیفته و تحریم‌ها برداشته بشه. خب اون موقع که شما دیگه نمیتونید به قیمت امروز و در شرایط امروز وارد سرمایه‌گذاری بشید. بنابراین یه سری سرمایه‌گذاری‌ها میره برای افق‌های بلند مدت که خب یکی از معیارهایی که میتونه اونها رو موفق بکنه همین بحث منطقه آزاد بودن لکه مازندران. یکی این موضوع دیگه هم این که همونطور که گفتم به هر حال همه تجارت‌های ما، همه مراودات و مبادلات ما بحث دلار محور نداره. ما یه سری مراودات داریم با روسیه که اصلا روسیه هم خودش با غرب میونه خوبی نداره و عملاً تحریم بودن ما خیلی موضوعات مراوداتمون با روسیه مثلا با قزاقستان، با ترکمنستان و حالا یه سری کشورهای دیگه خیلی اهمیتی نداره و ما میتونیم از این بحث بندرگاهی شهرهای سلکه مازندران استفاده بکنیم. این موضوع که میگم حالا یه روزی ممکنه به هر حال تحریم‌ها برداشته بشه، مثل قضیه داشتن ملک تجاریه. ببینید الان خب ملک تجاری نه صرفه اجاره داری دارد نه صرفه سرمایه گذاری دارد، ولی به هر حال یه عده ملک تجاری دارن دیگه، یا خودشون دارن استفاده میکنن یا به هر حال چشم امیدشون به اینه که یه روزی اتفاقاتی بیفته و رکود از فضای تجاری خارج بشه، برندها وارد بشن، تجارت‌های ما گسترش پیدا بکنن و بتونن گین‌های مد نظرشون رو که حالا این سرمایه گذاری انجام دادن از واحدهای تجاری بگیرن. این بحث تحریم بودن ما و مسدود بودن راه‌های تجارت ما با کشورهای دلار محور هم به همین صورت. به هر حال میگن اصطلاحاً در روی پاشنه نمیچرخه و یه روزی هم ما توفیق اینو پیدا میکنیم که روزهای بهتری رو برای مملکتمون ببینیم. یه نکته هم خدمتتون بگم، فکر نکنید که منطقه آزاد شدن حالا اتفاقات خیلی خاصی رو ممکنه رقم بزنه. درسته سری تسهیلات رو به فعالین اقتصادی در اون محدود خواهد داد، حالا به کسانی که به عنوان پایانه از اونجا استفاده میکنن، چه برای واردات چه برای صادرات و حالا چه تولیدات نزدیک به اون. اما ما این نکته رو در نظر بگیریم که هم منطقه امیرآباد و هم منطقه نوشهر رو ما به عنوان مناطق ویژه اقتصادی داشتیم. خب یعنی امیرآباد از سال 76 و نوشهر از سال 89 اینها منطقه ویژه اقتصادی بودن. خب 2 دهه منطقه ویژه اقتصادی بودن، خیلی اتفاق خاصی نیفتاده اونجا و الان واقعا نمیشه با گام‌های بعدی، یعنی بدون انجام گام‌های بعدی خیلی انتظار اتفاق خاصی داشت، مگر اینکه واقعا طبق برنامه‌ای که براش وجود داره عمل بکنن و گام به گام در یک محور زمانی پیش رو این رو انجام بدن که بتونه به نتیجه برسه و سودهای خوب رو ایجاد بکنه. یه نکته خیلی مهم وجود داره. اگر ما داریم با عینک سودآوری در حوزه املاک مستقلات به منطقه آزاد شدن مازندران نگاه می‌کنیم، بعد ببینیم این سودی که قراره ایجاد بشه و ما دنبال بهره بردن از اون هستیم از کجا قراره ایجاد بشه، چه ظرفیت ایجاد سودی وجود داره که ما تصورمون برای اینه که میتونیم ازش گین بگیریم. ببینید منطقه آزاد وقتی میشه همین که تابلوشو بزنن خب ارزش املاک که افزایش پیدا نمیکنه، ولی اتفاقاتی بیفته. اون اتفاقاتی که ازش صحبت میکنیم چی هستن؟ ببینید ما در قبال منطقه آزاد شدن این محدوده ها 3 لایه ظرفیت ایجاد ارزش افزوده برامون باز میشه. اولین لایه بحث لوجستیکیه. مثلا هر کالایی که از بندر امیرآباد بخواد ارسال بشه هم مسیر کوتاه‌تری داره هم سریعتر ارسال میشه. این موضوع خودش حالا با توجه به تحلیل داده‌ای که انجام دادیم تا 40% امکان ایجاد ارزش افزوده برای فعال اقتصادی رو آزاد میکنه، این ظرفیت رو ایجاد میکنه. این یک. پس ظرفیت ایجاد ارزش افزوده لوجستیکی. لایه دوم ایجاد ارزش افزوده بحث صنایع تبدیلی مثل بسته‌بندیه. شما فرض بفرمایید که ماهی، برنج یا محصولات دیگه قبلا چجوری ارسال می‌شده؟ خام ارسال می‌شده.
الان فعال اقتصادی میبینه که ظرفیت این وجود داره که بیاد از یه سری امکانات و تسهیلات بهره مند بشه، یه ارزش افزوده ثانویه به اون محصولی که خام ارسال میشده اضافه بکنه، مثل بسته‌بندی مثلا، یا ایجاد حالا زیرشاخه‌های محصولات، بیاد مثلا ماهی رو تبدیل بکنه به محصولات ثانویه اون که از حالت خام در بیاد، چون مسیرش هموار شده به واسطه منطقه آزاد، بیاد این ظرفیت رو استفاده بکنه، ایجاد ارزش افزوده در این لایه انجام بده و بعد اون ارسال بکنه. طبق تحلیلاتایی که انجام دادیم حدود 30% این موضوع فضا برای ایجاد ارزش افزوده ایجاد می‌کنه. پس 40% ما ارزش افزوده لوجستیکی ظرفیت آزاد کردیم، 30% برای بحث بسته‌بندی و خدمات ثانویه محصول، و موضوع سوم یعنی لایه سوم ایجاد ارزش افزوده بحث گردشگری هستش. خب به واسطه ورود گردشگر به اون منطقه، چون امکانات داره افزایش پیدا می‌کنه، زیرساخت داره توسعه پیدا می‌کنه، به هر حال ساخت و سازهایی که گردشگر رو جذب بکنه، چون بالاخره از لحاظ طبیعی این ظرفیت وجود داره. حالا ما یه ظرفیت انسانی و بشری هم به اون اضافه میکنیم، گردشگر قطعا جذب خواهد شد. الان نگاه نکنید که صنعت گردشگری ما به دلیل وضعیت کشورمون اصلا وضعیت خوبی نیست، ولی اگر اتفاقات خوبی انشالله بیفته برای این مملکت، به هر حال گردشگران زیادی وارد این مملکت میشن. راجع به گردشگری هم بارها صحبت کردیم، جاهای مختلف شما شنیدید، صحبت هست که طبیعتی که ایران داره و شمال ایران داره در شعاع کشورهای اطراف ما به ندرت دیده میشه و که چون این همه چیز با هم دیگه وجود داشته باشه، اما متاسفانه منفعت میبرن کشورهای همسایه مثل ترکیه، مثل امارات، اینها بهره مند میشن از اینکه ما تو سریخور بمونیم، کشور ضعیفی باشیم، نتونیم از گردشگریمون بهره مند بشیم. و ان این مشکلات برطرف قطعا گردشگران خارجی هم خواهند اومد. کما اینکه عرض کردم خدمتتون، ما الان در مازندران بعد از مشهد که یک شهر برای زیارتی هستش، بیشترین میزان مسافر و مهاجرهای موقت رو داریم. بنابراین ظرفیت وجود داره که در لایه گردشگری هم بشه ارزش افزوده ایجاد کرد که برآورد ما برای این لایه در حال حاضر حدود 15% و بیشتر از اون نیست. بنابراین ما 3 لایه ظرفیت ایجاد ارزش افزوده در مناطق آزاد مازندران و حاله‌های اطراف اون داریم که میتونه در مرحله ثانویه خودش باعث ایجاد ارزش افزوده برای املاک و مستغلات ایجاد بکنه که عملا میشه غیر مستقیم. یعنی ما در مرحله اول تو بحث‌های اقتصادی بازرگانی ارزش افزوده رو ظرفیتش رو ایجاد میکنیم ما منطقه آزاد، در مرحله دوم املاک و مستغلات از این موضوعات و از این ظرفیت‌های ایجاد ارزش افزوده سود میبره. موضوع بعدی بحث آمایش سرزمینی هست. اگر بخوایم اصولی بهش نگاه بکنیم که ببینیم لکه هایی که برای منطقه آزاد مازندران تعیین شده چقدر به آمایش سرزمینی با سند آمایش سرزمینی انطباق داره، بعد خدمتتون بگم که شاید بشه گفت 50% بر مبنای مساحت اگر بخوایم صحبت بکنیم و ظرفیت. بندر امیرآباد در شرق بیشترین مساحت رو داره، در شرق استان مازندران، که با سند آمایش سرزمینی تقریبا منطبق، اما بخش مرکزی و غربی لکه‌های منطقه آزاد مازندران انطباق با این سند نداره. حالا این سند آمایش سرزمینی چی هستش؟ این سند آمایش سرزمینی میاد بر مبنای پتانسیل ها و منابع طبیعی و ظرفیت ها، میگه که مثلا یک استان، یک شهر، یک منطقه چه نقشی در توسعه دراز مدت ملی داره. خب توی سند آمایش سرزمینی استان مازندران رو بحث صنعتی بازرگانی و تجاری رو در شرق اون دیدن. این هستش که میگم منطبق با لکه منطقه آزاد بندر امیرآباد. در شرق مازندران محوریت سند آمایش سرزمینی بحث تجاری، اقتصادی و بازرگانی هست. در مرکز بحث کشاورزی هستش و خدماتی که ما عملاً با تعریف یک بندرگاه در مرکز استان عملاً داریم مسیری منطبق با بحث سند آمایش سرزمینی نمیریم و این باعث میشه که حالا با توجه به اینکه ما از شرق به غرب مازندران هرچی میایم دشتمون کمتر میشه و نزدیکی دریا و کوه و جنگل نزدیکتر میشه، باعث میشه که مناطق رو به حد اشباع برسونیم. حالا این کجا به اوج خودش میرسه؟ در قسمت غربی مازندران. ما در قسمت غربی مازندران که نزدیکترین فاصله رو در استان از ساحل تا کوه و جنگل داریم، باز اومدیم یه لکه تحت عنوان منطقه آزاد تعریف کردیم. بندرگاه بندر نوشهر هست که همین موضوع باعث میشه که باز حرکتی مخالف سند آمایش سرزمینی انجام داده باشیم که در سند آمایش سرزمینی برای غرب مازندران اومده بهره برداری گردشگری و زیست محیطی، بهره برداری گردشگری و زیست محیطی به دلیل پتانسیل ها و وضعیتی که در غرب مازندران ما داریم که الان هم به حد اشباع خودش تقریبا میشه گفت رسیده. اما اومدیم دوباره بندرگاه گذاشتیم که بحث تجاری، اقتصادی و بازرگانی رو عملا اومدیم تخص کردیم در حد
کل استان. هرچند که لکه ها از غرب به شرق در منطقه آزاد کوچیک به بزرگ میشن، ولی به هر حال ما این فشار رو مجددا به قسمت محدود غرب وارد میکنیم و این هست که ما هم در مجموعه زون‌های طلایی به واسطه کمبود ظرفیت توسعه در غرب مازندران مستعدترین منطقه رو همین غرب مازندران معرفی کردیم، چرا که کوچکترین زمین ها و عرض به حضورتون که ضعیفترین زمین ها هم میتونه در آینده میان مدتی و دراز مدتی ارزش های بالایی پیدا بکنه که موج توسعه اونها رو در مینورده. بنابراین بخوایم جمع‌بندی بکنیم انطباق طرح منطقه آزاد و قانون منطقه آزاد مازندران رو با طرح آمایشی سرزمینی، میتونیم بگیم 50% انطباق داره و 50% انطباق نداره. رو همین حساب احساس میشه که در آینده امکان توسعه به سبب ظرفیت‌ها و انطباق با سند آمایشی سرزمینی در لکه شرقی مازندران یعنی بندر امیرآباد صورت بگیره. اونجا متصل به شبکه ریلی سراسری کشور هم هست و این هم باز یک امتیاز دیگه است برای اینکه بتونیم آینده بهتری برای لکه‌ای که در شرق استان واقع شده و از همه لکه‌ها زودتر هست داشته باشیم. یه ضرب المثل هست که میگه از یه سوراخ دوبار نباید گزیده شد. موضوع اینه که ما الان در تهران منابع رو مصرف کردیم، به ظرفیت‌ها توجه نکردیم و الان این وضعیت آب و خدمات رو داریم. در آینده هم بعید نیست که مازندران با بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و منابع و در نظر نگرفتن توان اقلیمی در مناطق باعث بشیم که مجددا در قسمت‌هایی به بحران بخوریم که فکر می‌کنم غرب مازندران یکی از اون نواحی هستش که ما شاید بتونیم در حالا کارمون املاک مستقلات می‌خوایم مناطق طلایی رو شناسایی بکنیم. فکر می‌کنم در یک بازه نهایتاً مثلا 10 تا 15 سال آینده غرب مازندران به شدت سنگین میشه از بارگذاری‌های جمعیتی، صنعتی و مسکونی که واقعا زندگی در اون دشوار میشه. دیگه در اون شرایط اتفاق توسعه مثل یه موج منتقل میشه به قسمت‌های مرکزی و شرقی. و راجع به این سند آمایشی که صحبت می‌کنیم قصه اینو می‌خوریم که در مناطق مثل مرکز مازندران که بحث توسعه طرح آمایشی سرزمینی بیشتر روی بحث کشاورزی بوده، در آینده نزدیک به سبب همین لکه منطقه آزاد ممکنه که مقدار بیشتری از زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری پیدا بکنن به صنعتی و انبار تجاری و این مورد باعث بشه که این موضوع باعث بشه که آسیب ببینه شمال کشور و ما برخی از تصاویر منابع طبیعی خودمون رو دیگه نبینیم در سال‌های آینده. همونطور که می‌دونید ما مناطق آزاد دیگه‌ای هم در کشور داشتیم قبل از این. ما منطقه آزاد اروند رو داشتیم، منطقه آزاد قشم و کیش و چابهار و استان بوشهر رو داشتیم و بندر انزلی هم که در شمال داشتیم. حالا شاید نزدیکترین کیس به منطقه آزاد مازندران بحث منطقه آزاد انزلی باشه. خب منطقه آزاد انزلی خیلی نتونست اثرگذار باشه. به هر حال تاثیرات رو ایجاد کرده، رشدهایی رو در هم اقتصاد محلی خودش و هم در موضوع املاک و مستقلات ایجاد کرده، اما به هر حال محدودیت‌هایی وجود داشته که باعث شده که رشد نکنه. یکی از این محدودیت‌ها عدم اتصال مستقیم ریلیش بوده به شبکه راهن. یکی از اونها بحث خب تحریم‌ها بوده که این جامعه و شامل همه میشه. یکی بحث مدیریتی بوده، یکی مأموریت ویژه خاصی براش تعریف نشده و برنامه‌ها به طور کامل اجرا نشدن. میگم همه برنامه‌ها مربوط به حکومت داخلی نیست. وقتی بریم از تجارت صحبت می‌کنیم، از منطقه آزاد، صادرات و واردات صحبت می‌کنیم، دو سر داره. یه سرش مایم، یه سرش کشورهای دیگه هستن. به هر حال اینکه هر چند وقت یه باری یه محموله ترانزیتی جابجا بشه که بخوایم بگیم که فقط یک محور فعال نگه داریم، این که خب ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنه. محور فعال محوریه که مرتباً فضا رو ایجاد بکنه، ظرفیت ایجاد بکنه برای اینکه رشدهای اقتصادی داشته باشیم، به واسطه اون در مرحله دوم به صورت غیر مستقیم املاک مستقلات اون رو هی پله پله ظرفیت ایجاد کنه و رشد بده. ما موفق ترین منطقه آزادی که داشتیم تا به حال میشه گفت چابهار و قشم بوده که به واسطه اتصال مستقیم اونها به آب‌های آزاد که اون هم باز اونطوری که باید شاید موثر نبودن و خیلی ظرفیت‌ها بیشتر از اینها بوده. به هر حال اگر اثرگذاری هم در مناطق آزاد بوده در اونها بوده. رو همین حساب خیلی نمیتونیم روی بحث فقط اینکه روی تابلو بنویسیم منطقه آزاد انتظار این رو داشته باشیم که رشدهای عجیب و غریبی ایجاد بشه، بلکه باید آیتم‌های مختلف و فراوانی ایجاد بشه که سرنوشتی مشابه مناطق ناکام دیگه آزاد کشور نداشته باشه و بتونیم رشدهای خوبی بگیریم. در مرحله اول واقعا
علاقه ما بحث ایجاد رشد ارزش افزوده در اقتصاد و تجارت کشوره. درسته داریم با عینک املاک مستقلات نگاه میکنیم، ولی همونطور که صحبت کردیم به هر حال تا رشد اقتصادی نباشه بحث رشد املاک مستقلات هم منتفی و رویایی بیش نیست. خب ما 3 سرفصل دیگه برای صحبت داریم. یکی بحث حاله ها و موج‌های توسعه است که این رو روی نقشه صحبت میکنیم بیشتر، و فصل بعدی مدل سرمایه گذاری منطبق با زون‌های طلایی رو بررسی میکنیم که همون رو در تعامل با همین فصل در فصل قبلی چون آمیخته است با هم صحبت میکنیم. بعد در نهایت هم یه جنبندی استراتژیک و کاربردی خواهیم داشت که نهایتاً ببینیم نقشه راه در استفاده از معیار منطقه آزاد مازندران برای سرمایه‌گذاری به چه صورته. خب بریم روی نقشه ببینیم که لکه‌های منطقه آزاد مازندران کم و کیفش به چه صورته، حاله ها کجا هستند. ببینید این کل استان مازندران الان در تصویر می‌بینید. اینجا که نمیشه به منطقه آزاد گفت لکه، انقدر میزان مساحت این لکه‌های منطقه آزاد کوچیکن که تو این اشل این مقیاس باید بهشون بگیم نقطه. وقتی که یه خورده زومتر بکنیم میشه راجع به لکه صحبت کرد. در مکان‌هایی که الان مشخص شده پین شده لکه‌های منطقه آزاد ما هستن. می‌بینید که 2 تا از این لکه‌ها در سمت شرق مازندرانن، یه دونه در غربه. خب حالا ما سمت راستی رو میگیم منطقه شرقی، منطقه آزاد شرقی، وسطی رو میگیم مرکزی و سمت چپی رو میگیم غربی. می‌بینید که 2 تای سمت راست به سمت شرق نزدیکتر هستن. اگر که صحبتمون این هستش که مناطق آزاد مصوبه مناطق آزاد مازندران حدود 50% منطبق بر سند آمایشی سرزمینی هستش، دلیلش اینه که ما در منطقه نوشهر عملا نباید منطقه آزاد می‌داشتیم، چرا که محدودیت جغرافیایی اونجا خیلی کمه، فاصله دریا و کوه بسیار کمه و بهتر بود که در این منطقه ما نداشته باشیم تا هاب صنعتی در اون پیشرفتی نداشته باشه و توسعه انجام نشه. توسعه در همون 2 تا لکه سمت شرق انجام بشه. اما به هر حال ایجاد شده و بعد ببینیم چه استفاده میتونیم از اون ببریم در شرایطی که حدود قانونی رعایت بشه و تا حد اختیارمون بتونیم از منابع طبیعی خودمون هم محافظت بکنیم. خب یه خورده پایین‌تر بریم ببینیم اوضاع از چه قراره. اینجا ما ساری رو داریم. ساری نسبت به 2 منطقه آزاد شرقی و مرکزی تقریبا میشه گفت مرکزیتی مثلثی رو تشکیل میده که میشه گفت مرکزیت داره. حالا من این رو اینجا رسم میکنم. ببینید اینجا ساری رو ما داریم، از ساری اینجا به سمت این منطقه آزاد و اینجا به سمت این منطقه آزاد، یعنی یک موقعیت کنترلی در ساری به عنوان مرکز استان برای 2 بندر شرقی منطقه آزاد مازندران وجود داره. منطقه آزاد امیرآباد هستش که تنها بندر شمالی کشور هستش که منطقه آزاد شده و به خط آهن سراسری کشور متصل هستش و این خیلی ارزشمنده. این تصویر که الان در تصویر میبینید که یک خط جداگانه برای بندر امیرآباد هستش که قطار باربری میتونه بار رو دقیقاً ببره در محدوده بندر امیرآباد تخلیه بکنه و این یک امتیاز بسیار ارزشمندی هستش برای ترانزیت که شما فرض بفرمایید اگر محموله قراره به کشورهای حوزه دریای کاسپیان ارسال بشه، دریای مازندران ارسال بشه، از هر جای کشور که دسترسی به ایستگاه‌های راهن سراسری داشته باشه میتونه بیاد و در خود بندر بدون هیچ تغییری در وسایل حمل و نقل تخلیه بشه، بارگیری بشه و ارسال بشه. این خیلی ارزشمنده. الان هم که شده منطقه آزاد و از امتیازات و تسهیلات منطقه آزاد میتونه بهره ببره و این بندر امیرآباد رو تبدیل میکنه به یک هاب برتر در لکه‌های منطقه آزاد مازندران. ما یه خورده که زوم اوت بکنیم میبینیم که ما در سمت شرق منطقه آزاد بندر امیرآباد تالاب میان کاله رو داریم که عملاً محدودیت جغرافیایی در سمت شرق بندر امیرآباد برای توسعه ایجاد میکنه. بنابراین ما در سمت شرق موضوعات منابع طبیعی رو خواهیم داشت. خیلی امکان توسعه رو به سمت شرق نداریم، اما مراتب توسعه از سمت جنوب و غرب برامون مهیاست. ما به منطقه آزاد رو حدودش رو رسم بکنیم. خب این حدود بندر امیرآباد و منطقه آزاد امیرآباد هست که من دارم رسم میکنم. خب این حدود
بندر امیرآباد و منطقه آزاد امیرآباد، یعنی لکه شرقی منطقه آزاد مازندران هستش که بزرگترین لکه منطقه آزاد مازندران. خب بخوایم راجع به حاله ها صحبت بکنیم، یه خورده زودتر میکنم. در این درجه راجع به حاله ها صحبت میکنیم. ما یک شعاع 5 کیلومتری باید ترسیم بکنیم و در نظر بگیریم به عنوان لایه اول و حاله اول منطقه آزاد که میتونه متأثر بشه از لکه منطقه آزاد بندر امیرآباد. ما 3 تا حاله برای هر زون منطقه آزاد مازندران در نظر میگیریم. حاله اول تقریبا میشه گفت شعاع 5 کیلومتری از منطقه آزاد هستش که حالا با توجه به اینکه ما در شرق محدودیت طالب میان کاله رو داریم، میتونیم یه خورده این نیم دایره که داریم با شعاع 5 کیلومتر ازش صحبت می‌کنیم بکشیم سمت غرب‌تر. اگر بخوام رسم کنم یک نیم دایره شماتیک به این شکل خواهد بود که حالا این طرفش یه خورده دسته هم داره به سبب مجاورت اسکله ها و مناطق صنعتی که در سمت غرب امیرآباد وجود دارن. حاله اول که سریع ترین رشد رو از اقدامات تکمیلی منطقه آزاد بندر امیرآباد خواهد برد همین منطقه است. اون چیزی که به عنوان اولین ناحیه مکمل میتونه مورد توجه قرار بگیره این منطقه است که الان مشخص کردم و به عنوان حاله اول میتونه با نگاه ارزش آفرینی صنعتی، تجاری و انبار تجاری، سودآوری قابل توجهی که میتونه در محدوده 20 الی 80% در کوتاه مدت محقق بکنه با انجام مراحل بعدی منطقه آزاد. حالا تحقق سودهای کامل رو ما در بازه 3 تا 5 ساله ازش صحبت میکنیم برای منطقه آزاد مازندران در مناطق مؤثر. اما این منطقه سریع ترین رشدها رو به همراه داشته باشه که برآورد اون بین 20 تا 80% طی 2 سال اولی هست. حال دوم حدود 5 تا 15 کیلومتر هستش که اگر بخوام به صورت شماتیک اون رو مقایسه بکنم، باز ما اینجا محدودیت تالاب میان کاله رو داریم که اینجا میایم. حاله دوم متأثر از منطقه آزاد بندر امیرآباد تلقی میشه که علاوه بر بحث صنعتی و تجاری میتونه بحث خدماتی و اقامتی رو هم در بر داشته باشه و اینجا میتونه شهرک ها و پروژه های تعریف بشه که نیازهای اقامتی این منطقه و کارگری این منطقه رو پوشش بده. اگر قرار هست پروژه های در این منطقه به صورت اقامتی و مسکونی تعریف بشه، لول پروژه های پیشنهادی اقتصادیه، یعنی اینجا فضای لوکس سازی نخواهد بود حتی تا پایان پیاده سازی کامل طرح منطقه آزاد مازندران و اون چیزی که اینجا میشه تعریف کرد بحث اقتصادی در حوزه اقامتی و مسکونی خواهد بود. باز اگر این محدوده رو ما به عنوان حاله دوم معرفی میکنیم، دلیلش این نیست که همه سودآوری یک دست داشته باشن و راجع به این صحبت بکنیم که تمام نقاط این ناحیه مورد توجه قرار بگیره. نه، اون جاهایی میتونه سرمایه بیشتری به خودش جذب کنه و سودآوری بیشتری داشته باشه که امکانات زیرساختی و ظرفیت توسعه بیشتری داشته باشه. مثلا همینجا ما توی همین درجه از زوم میتونیم ببینیم که یه سری مناطق اینجا هستن که از تراکم جمعیتی بیشتری برخوردارن. خب اینجا مسلماً میتونه بیشتر مورد توجه قرار بگیره. حالا در درجات زوم پایین‌تر میتونیم ببینیم که دقیقاً مناطق چه مناطقی هستن، نام و نشانی اینها رو بررسی بکنیم. و اما حاله سوم شعاع 15 تا 30 کیلومتری مطرح هستش که اینجا دیگه باز اون ناپیوستگی و لکه‌ای بودن بیشتر مورد توجه قرار میگیره. اما حاله سوم یه خورده زوم‌تر میکنم که بتونم حاله سوم رو بکشم. این محدوده حاله سوم هست که اینجا ما به عنوان حاله سوم متأثر از منطقه آزاد بندر امیرآباد در نظر میگیریم. به صورت پیوسته نیست، عرض کردم به صورت ناپیوسته و غیر متمرکزه. ما اینجا بهشهر رو داریم، نکا رو داریم، رستم کلا رو داریم، روستاهایی که در این محدوده در این حاله قرار میگیرن رو داریم، خود ساری رو داریم، خزرآباد رو داریم که اینها میتونه به صورت نامتمرکز متأثر باشه و به عنوان لکه های حاله سوم یا زونهای پشتیبان برای منطقه آزاد امیرآباد باشه که اینجا دیگه برای سرمایه گذارانی هستش که ریسک پذیر نیستن و خیلی هم اهل انجام فعالیت‌های ایجاد ارزش افزوده علل خصوص در موضوعات صنعت و بازرگانی و تجاری نیستن. در مراحل راهبری تصمیم بهینه اونها به سمت سرمایه‌گذاری در شرق مازندران رفته باشه و حالا با معیار پررنگ‌تر منطقه آزاد این مناطق سرمایه‌گذاری‌های اکنومی براشون بسیار مناسب و بهینه خواهد بود. همونطور که می‌بینید این حاله ها که ما ازش صحبت می‌کنیم، حاله 1، 2 و 3، موضوع فقط فاصله از امیرآباد نیست. می‌بینید که بعضی جاها رو به صورت لکه‌ای داریم معرفی می‌کنیم و علاوه بر موضوع فاصله بحث کارکرد زون، توسعه پذیری و ظرفیت توسعه هم ملاک هست.
خب بریم پایین‌تر ببینیم چه محلات و مناطقی در این حالها قرار میگیرن. خود منطقه آزاد لکه شرقی بندر امیرآباده. میبینیم که از اینجا که شروع میشه زمین‌های خالی و توسعه نیافته هم در اون وجود داره. می‌بینیم محدوده‌ای که ما به عنوان منطقه آزاد لکه شرق یعنی بندر امیرآباد مشخص کرده ایم و در واقع تصویب شده، ما مشخص نکردیم تصویب شده، اینجا زمین‌های خالی هنوز زیاد داره. این منطقه کاملا با فنس بسته خواهد شد. از مرز جنوبی این منطقه بسته خواهد شد و تردد به اون میگه فقط از ورودی مشخص امکان پذیره. این زمین‌هایی که می‌بینید آزاد هست در لکه خود لکه منطقه آزاد، 95% عملیاتی و دولتی خواهد بود و امکان خرید و فروش در اون وجود نخواهد داشت. یه 5% ممکنه این اتفاق بیفته و این فرصت وجود داشته باشه که اون هم بسیار دشواره و صرفاً اون افرادی میتونن این خریدها رو انجام بدن که روابط خیلی قوی و پلن‌های قابل توجیه یا سفارشی مهم داشته باشن. و اینم خدمتتون بگم که در اصل سودسازی در زمین‌های خود لکه نیست، در حالهای اطراف اونه، چون معمولاً در این مناطق که میزان منطقه مشخص شده خیلی کوچیکه، هاله‌های پشتیبان لایه اول و دوم و سوم میتونه بسیار مهمتر از خود لکه آزاد برای سرمایه گذار باشه. خب ما از لکه که بیرون بیایم میبینیم که حالا سمت چپ رو که راجبش صحبت کردیم تالاب میانکاله بوده. یه نکته رو به شما بگم در حین بررسی منطقه آزاد، ما اینجا تالاب میانکاله که داریم ازش حرف میزنیم ببین چقدر عقب نشینی داشته و خشک شده. این قسمت کلاً بحث تالاب میانکاله بوده که الان میبینید چقدر این مرز عقب نشینی کرده به سمت شرق و رسیده به لبه خلیج گرگان. متاسفانه. البته از این موضوع کمتر صحبت میشه، بیشتر صحبت دریاچه ارومیه، زاینده رود، تالاب هاست و اینجا میبینید که تالاب میانکاله چقدر متاسفانه عقب نشینی داشته. حالا عکسایی که خود قدیمی تر اگر ببینیم کاملا میبینید که اینجا در عکسای همین چند سال پیش کاملا وصل به خلیج گرگان بوده. یعنی الان متاسفانه این وضعیت رو داره. خب ما پس از شرق این لکه بندری قابلیت پیشرفت نداریم، میریم یه خورده پایین‌تر می‌بینیم که دقیقاً پایین لکه منطقه آزاد ما یه سری لکه‌های بارگذاری شده جمعیتی داریم. نمکچال رو مثلا داریم که خیلی بزرگ نیست، می‌بینید لکه‌های بارگذاریش بسیار پراکنده است. یکی از روستاهای مستعد میتونه باشه. اینجا یعقوب لنگه هستش که کاملا چسبیده به لکه شرقی منطقه آزاد مازندران بندر امیرآباد و بسیار میتونه این زمین ها مستعد تغییر کاربری به صنعتی و انبار تجاری باشه. البته مسکن های کاربری هم به طور محدود مورد توجه قرار خواهد گرفت. اینجا یک توت رو داریم که باز تقریبا اندازش از یعقوب لنگه هم بزرگتره و اینجا میتونه از لحاظ اقامتی و مسکن کارگری بیشتر مورد توجه قرار بگیره. این زمین‌های مابین یک توت و نمکچال یعقوب لنگه بسیار مستعد تغییر کاربری هستند به زمین‌های صنعتی تجاری و انبار تجاری که در یک پروسه 3 تا 5 ساله بسیاری از این زمین‌ها به شکل سازمان یافته و با برنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت. از حالا یک بندر امیرآباد که خارج بشیم میرسیم به امیرآباد، زینوند، مهدی‌آباد، اینها زاغمرز، اینها مواردی هستند که میتونن به عنوان حاله دوم که راجعش صحبت کردیم مورد توجه قرار بگیرن. نوذرآباد، دنگسر، تازه آباد کلا، اینها می‌بینید که لکه‌گذاری‌های جمعیتی همه قدمت‌دار هستن و میتونن مورد توجه قرار بگیرن. هر جا که خطوط حمل و نقل بین اینها قوی تر باشه و بنیه بیشتری برای توسعه داشته باشه، اینها میتونه مورد توجه برای تغییر کاربری قرار بگیره. این راه الان ببینید، راهی که میاد
از سه راه راهمرز میگذره، راه خیلی خوبیه برای اتصال به بندر و زمین‌های حول این راه‌ها، راه‌های مهم رو من میگم در این محدوده، میتونه بهره بیشتری از توسعه این مناطق ببره. ببینید این یه دونه راه مهمه که داریم، از این قسمت حرکت میکنه میره سمت بهشهر و نکا. این یه راهه. حالا در این درجه از زوم یه خورده دورتر هم که بشیم، این راه و اطراف اون که میتونه سودساز باشه و در بحث تغییر کاربری و توسعه مورد توجه قرار بگیره، یکی از محورهای کلیدی هستش که حول این راه ما ظرفیت توسعه پروژه‌های اقتصادی اقامتی و مسکونی رو اینجا تو حسین کلا داریم، تو خود رستم کلا داریم، صحبت کردیم راجبش که در حاله سوم قرار میگیره و اینجا در خصوص توسعه صنعتی تجاری و انبار تجاری میتونیم نمکچال و امیرآباد رو مورد توجه قرار بدیم و یک کتود و زاغمرز رو که اینها دیگه در حاله یک ما قرار گرفتن، حسین آباد و رستم کلا و سایر هم در حاله های دوم و سوم به صورت لکه‌ای قرار دارن. این زمین هایی هم که این مابین اینجا هست نیازمند برنامه و زیرساخت برای توسعه است که قطعا این اتفاق میفته. حالا فعالین حوزه صنعت، بازرگانی و تجارت شاخکاشون تیزه و این سرمایه‌گذاری‌ها رو تجربه کردن، معمولا در حاله 1 و 2 زمین‌های بزرگ زراعی رو خریداری میکنن تا بعدا بتونن از امتیازات و تسهیلات نزدیک بودن به این مناطق استفاده کنن و برای خودشون سودسازی کنن. بیشتر جنبه کارشون بحث اقتصادی و سرمایه‌گذاری هست تا صرفاً نگهداشت املاک برای رشد قیمت و تغییر کاربری. خب زوم رو برمیگردونیم، میایم سراغ لکه مرکزی منطقه آزاد. خب اینجا ساری رو داشتیم، اینجا جویبار هستش. لکه دوم تقریبا اگر یک خط عمود از جویبار به ساحل وصل بکنیم، این محدودها تقریبا میشه منطقه آزاد لکه دوم. اینجا یه اسکله هست، میبینید این اسکله نشانه لکه دوم منطقه آزاد چپکرود و میرود هست. اینجا من حدودش رو دوباره براتون ترسیم میکنم. خب این منطقه لکه دوم منطقه آزاد مازندران بین دو منطقه ساحلی چپکرود، اینجا منطقه ساحلی چپکروده، از اینجا شروع میشه میاد تا ساحل میرود، یعنی بین ساحل چپکرود و میروده. اینجا البته این منطقه صنعتی هم در حدود منطقه آزاد قرار میگیره. حالا ما یه خوردی جلوتر کشیدم این مرز رو، حدود مرز واقعی و درست اینجاست که این شهرک صنعتی هم در اون شهر منطقه آزاد قرار گرفت. حالا یه خورده ما اینو زوم‌تر میکنیم، چیز جالب بریم بررسی بکنیم، ببینیم بین این دو تا ساحل که در منطقه آزاد قرار گرفته چی هست. ما اینجا یک ناحیه رو تحت عنوان قره برون داریم، میبینید که اینجا چیز خاصی دیده نمیشه. شما ببینید اکثر زمینی که در این محدوده به عنوان منطقه آزاد تلقی شده خامه و موضوع خاصی توش نیست و این نشون از اینه که دولت بنا داره که تأسیسات مجاور فعال بندرگاهی رو در حوالی این منطقه منتقل بکنه به اینجا. شاید بحث آسیب شناسی بندرهای اطراف مثل فریدون کنار و بابلسر هست، یا اینکه ایجاد منطقه‌های بندرگاهی جدید.
نمیدونم دقت کردید یا نه، غیر از این شهرک صنعتی و اون منطقه قره برون چیز خاص دیگه توی این مدیون نیست. یعنی زمین خام آماده بارگذاری تأسیساتی و بندرگاهی در این منطقه است. فکر می‌کنم بین 3 لکه این لکه خامترین لکه منطقه آزاد مازندرانه. خب می‌بینید که ما چند تا محله داریم. خود ساحل چپکرود می‌بینید که یک ساحل بارگذاری شده هست. اینجا انواع سازها قرار داده شده. اینا مجموعه‌های ویلای ساحلی هستند که جزو منطقه آزاد تلقی نشدند، اما به منطقه آزاد خیلی نزدیکن. میتونه در خصوص زون‌های اقامتی مورد توجه قرار بگیره. گلدشت رو داریم کاملا چسبیده به لبه منطقه آزاده که میتونه به عنوان لکه‌های مهم حاله اول مورد توجه قرار بگیره. اینجا انبارسر رو داریم. لپو صحرا، روستای کرفون که بین اینا خورده ناماشناتره. نفتچال، اینا توی حاله 1 قرار میگیرن. اینجا هم که پارک جنگلی هستش و میایم توی حال دوم دیگه قرار میگیریم تو عرب خیل، باز معروفه. افراتخت، روشندان و دارابدین روشن، اینا دیگه تو حال دوم قرار میگیرن. حالا بیایم ببینیم حالا همون رو مشخص بکنیم. اینجا خب ما بیایم ببینیم در حاله اول اوضاع از چه قراره. خب اینجا ما یک شعاع 5 کیلومتری خواهیم داشت. تقریبا میشه اینقدر. این میشه شعاع 5 کیلومتری ما. این میشه حاله اول ما مربوط به لکه میانی منطقه آزاد مازندران. خب اسم روستایی که در این منطقه قرار میگیرن که پتانسیل استفاده تولیدی، صنعتی، بازرگانی و انبار تجاری دارن گفتیم. میایم توی لایه دوم شعاع 5 تا 15 کیلومتری. تقریبا این شعاع میشه که میاد و تقریبا این شعاع رو به عنوان حاله دومش میشه در نظر گرفت که شامل بابلسر، شامل جویبار، لاریم و بهنمیر هست. اینها مناطقی هست که باز میشه پروژه های اقتصادی در اون تعریف کرد. در شعاع 5 تا 15 کیلومتری و لکه دوم منطقه آزاد در محدوده ساحل چپکرود و میرود قرار داره و در حاله سوم و به عنوان زون‌های پشتیبان زوم اوت‌تر بکنیم، باز ما اینجا در این محدوده ساری رو داریم به صورت لکه قائم شهر رو داریم، بابل رو داریم و لکه‌های بارگذاری میانی‌تر هم در این محدوده قرار دارن. حالا دیگه اینا اصلی ترها هستن، به عنوان زون‌های پشتیبان هستن که میشه به عنوان کیس های سرمایه گذاری افراد ریسک گریزتر و اونهایی که خیلی دستی بر ایجاد ارزش افزوده ندارن که راجبش صحبت کردیم مورد توجه قرار بگیره. یه خود پایین تر هم بیایم میبینیم که در همین حاله سوم موارد زیادی هستند. خب بیایم راه ها رو ببینیم اوضاع الان از چه قراره در این منطقه. 2 تا راه اصلی ما اینجا داریم که منجر به قائم شهر می شود و توسعه میتونه حول اینها قرار بگیره. راه ها بسیار مهم هستن در این مرحله که اینجا ما یک راه مهم داریم محدوده بندر. اینجا هم در جویبار باز یک راه مهم دیگه داریم
که اینها بسیار میتونه مورد توجه قرار بگیره و حوالی همین راهها در درون حاله ها میتونه توسعه در کلاس‌های مختلفی که صحبت کردیم انجام بشه. پتانسیل‌های حومه راه‌ها رو جدی بگیرید، چون میتونه فضاهای سودسازی بسیار خوبی رو در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بده. خب این دو لکه رو ما نسبت به راه‌های دسترسی از مراکز ایران هم بررسی بکنیم. می‌بینیم که ما در واقع دو محور داریم که استان مازندران جمعیت رو سرازیر میکنه که این محورها در ویدیوهای قبلی تر از اونهای طلایی مفصل راجبش صحبت کردیم. یکی محور هراز هست که میاد به آمل میرسه و دیگری محور فیروزکوه هستش که میاد و اینجا به قائم شهر میرسه. ما اگر بخوایم راجب محورهای مؤثر و منتهی به نواحی نزدیکتر به منطقه آزاد و لکه‌های منطقه آزاد صحبت بکنیم، راهی که بیشتر مورد توجه قرار میگیره محور فیروزکوه هستش. می‌بینید که اینجا ما نزدیکتر خواهیم بود به لکه‌های مناطق آزاد. حالا باز بعد خودی برتر، چون لکه‌های منطقه آزاد ما در این اشل، یکی هم اینجا که این دوتا نزدیکتر به محور فیروزکوه هستن که میرسه به قائم شهر. خیلی از سایت‌ها و دوستان به اشتباه محدوده بین بابلسر و فریدون کنار رو به عنوان لکه دوم معرفی میکنن که دریا کنار در این محدوده واقع شده و چون اینجا دو اسکله وجود داره این اشتباه رو میکنن که این طور نیست و اون چیزی که مصوب شده همون لکه‌ای که خدمتتون عرض کردم و اینجا منطقه آزاد تلقی نشده. اسکله و بندرگاه هست اما منطقه آزاد تلقی نشده. بریم سراغ لکه سوم، ببینیم که وضعیت لکه سوم به چه صورته. خب اینجا ما در نوشهر این محدوده رو داریم با مساحت 84 هکتار. بریم برای رسم محدوده. خب این محدوده‌ای که الان در تصویر می‌بینید به عنوان منطقه آزاد نوشهر، بندر نوشهر تلقی میشه. می‌بینید که بیش از نیمی از این 84 هکتار درون اسکله نوشهر واقع شده و سایر زمین‌ها هم همگی تعیین تکلیف شدن و عملاً زمین‌های داخل این منطقه آزاد و این بندرگاه هیچ فرصتی رو در اختیار سرمایه‌گذار قرار نمیده. به نظرم این حساس‌ترین لکه منطقه آزاد شمال کشور هست، چرا که چسبیده به شهر مهمی مثل نوشهر. اینجا ما یه خورده عقب‌تر که بیایم آزادراه تهران شمال رو داریم که یکی از انکرهای بسیار مهم شمال کشوره. اینجا میاد دبی ورودی جمعیت به چالوس هست. اینا رو کاملا در ویدیوهای تخصصی زونهای طلایی چالوس، نوشهر و این مناطق بررسی کردیم. حالا بیایم از حاله ها صحبت بکنیم. یه خورده بریم پایین تر. اینجا اون بحث شاید 5 کیلومتری حاله اول دوم سوم خیلی مطرح نیست، چون کلیت زمین در این منطقه خیلی محدوده. ما اینجا ساحل دریا رو داریم، اینجا مرز کوه رو داریم و اصلا فاصله اینقدر کمه که نمیتونیم برای الگوی حاله هایی که در دو لکه قبلی صحبت کردیم اونجا تحلیل بکنیم. فقط موضوعی که وجود داره یه خورده پایین تر بریم میبینید که اینجا تمرکز شهری نوشهر ما کاملا در جنوب این بندرگاه داریم. در سمت شرقش موضوع بسیار مهمی داریم که بحث فرودگاه هستش، فرودگاه نوشهر که میتونه 2 چندان بکنه پتانسیل رشد رو. ما در حال حاضر یکی از بهترین نقاط سرمایه‌گذاری میان مدت تا بلند مدت مازندران و نوشهر میدونیم. راجبش بارها صحبت کردیم، توی زونهای طلایی صحبت کردیم. اینجا میبینید که ما فضاهای بازی رو داریم که میتونیم به عنوان
حاله های پشتیبان، حالا سطح اول، دوم و سوم راجبش صحبت بکنیم. این محدوده ها، این زمین هایی که حول بندر نوشهر هستن بسیار ارزش افزوده پیدا خواهند کرد. حالا من اینو به عنوان حاله، چون اینجا چسبیده به بافت شهر مهمی مثل نوشهر هست، این حاله رو دیگه ما نمیتونیم خیلی به صورت شعاعی مطرح بکنیم. اینجا میتونه به عنوان لایه اول تلقی بشه. و بعد از اون لکه های حاله های دوم رو ما میتونیم اینجا داشته باشیم. این قسمت ها آبهای مسئولی و اقامتی میتونه بسیار مورد توجه قرار بگیره. می‌بینید که فضای توسعه هم در این مناطق وجود داره. این یه قسمتش، یه قسمت دیگرش هم میاد و در این قسمت قرار میگیره که فرودگاه نوشهر هم جزوش هست. یه خود دوباره ما باید زوم آوت بکنیم که بتونیم بکشیم. اینجا در سمت غرب ما اینجا یک حاله در واقع دو تیکه داریم. یک تیکه در شرق مشخص کردیم، اینجا هم به عنوان حاله دوم میتونه مورد توجه قرار بگیره که فرودگاه هم در اون قرار داره و بسیار پرپتانسیل برای زونهایی هستش که راجبش صحبت کردیم. و اما به صورت حاله سوم هم میتونه لکه‌هایی تلقی بشه که راه‌های توسعه یافته و مهم در اونها وجود داره و حول راه‌ها این توسعه ها میتونه اتفاق بیفته. این مناطق رو هم میتونیم به عنوان لکه‌ها و مناطق حاله سوم طرح بکنیم. راجع به نوشهر و اینکه کجا در این مناطق مستعدتره، حالا طبق معیارهای دیگه مفصل در ویدیوهای زونهای طلایی مربوط به نوشهر چالوس صحبت کردیم. اگر بخوایم خیلی کلی صحبت بکنیم راجع به 3 لکه منطقه آزاد در استان مازندران، یعنی بندر امیرآباد، بیشترین پتانسیل ایجاد گین‌های صنعتی و انبارداری و انبار تجاری رو داره. منطقه میرود و شبکرود همزمان صنعتی و تجاری و ظرفیت توسعه زونهای خرده فروشی رو داره. یک زون خام هست. خیلی به اقدامات توسعه دولت و انجام مراحل بعدی پلن‌های منطقه آزاد داره، اما اگر تحرکات جدی در اون دیده بشه میتونه تبدیل به هاب جدید مجتمع‌های تجاری ایران و مراکز خرید بشه، یه چیزی مثل منطقه آزاد بندر انزلی. و در نهایت در بندر نوشهر گین توسعه بیشتر به سمت زونهای اقامتی و گردشگری خواهد رفت. البته در هر 3 ماه هر 3 نوع جنس رو داریم به صورت ترکیبی، ولی اون چیزی که الان برای هر لکه مطرح کردم به صورت غالب خواهد بود به دلیل ویژگی‌های هر کدوم از این تکه‌های منطقه آزاد. اگر بخوایم راجع به موج‌ها صحبت بکنیم، موج‌های پولساز لکه‌های منطقه آزاد صحبت بکنیم، اولین موج بحث موج صنعتی و انبارداریه. به محض اینکه دولت کارهای اجرایی خودش رو به صورت مشهود آغاز بکنه، اولین موج پولساز بحث صنعتی و انبارداری هستش که در حاله اول این مناطق رخ میده که عرض کردیم بین 20 تا 80% در 2 سال اول امکان ایجاد ارزش افزوده فارغ از تورم داره. موج بعدی موج اقامتی ویلایی خواهد بود که در حاله دوم عموما این اتفاق میفته و زونهای پشتیبان که ما در این موج بین 80 تا 300% ظرفیت ایجاد سود فارغ از تورم‌های ملکی منطقه رو داریم، به شرط اینکه مراحل ایجاد زیرساخت و توسعه مناطق آزاد کاملاً طبق برنامه و با همت پیش بره از سمت دولت که این بازه رو بین 3 تا 5 سال آینده می‌بینیم. و در نهایت موج نهایی توسعه موج استراتژی‌های تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و زمین‌های مستعد فاقد کاربری خواهد بود که دوره طولانی تری از 5 سال خواهد داشت و عملاً دراز مدت هستش و اون تفکری که پشت این سرمایه‌گذاری‌ها باشه باید جنس تأمین اراضی پشتیبان داشته باشه که کاربری اونها تغییر پیدا بکنه و سرمایه‌گذار از تغییر کاربری و تسهیلات این مسیر بهره مند کنه. این نکته دیگر رو هم بگم، بندر نوشهر به سبب محدودیت بسیار زیاد منطقه‌ای و
پتانسیل بالای ایجاد گردشگری اقامتی و تجاری و خرده فروشی احتمال داره که در خط ساحلی حتی از حاله‌هایی که راجبش صحبت کردیم هم تجاوز بکنه و بتونه این مناطق مرزی رو، این بندر نوشهر ما بود، لکه منطقه آزاد نوشهر ما بود، بتونه محدوده‌های بعد از چالوس و حتی اچیرود، حتی تا محدوده تون کابون رو هم مورد اثر خودش قرار بده و اونها رو بهره مند بکنه. البته زمان بر هستش، بسیار به اقدامات و سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی وابسته است. اینها دیگه باید رصد بشه و میشه هر سال این پلن و موقعیت‌های سرمایه‌گذاری راجعش صحبت کرد و آپدیت کرد. تا اینجا کلیت لکه‌های منطقه آزاد مازندران رو با هم دیگه صحبت کردیم، حال‌ها رو گفتیم. اما از اینجا به بعد بحثمون بحث عملیاتی تر هستش. کسانی که میخوان از این معیار استفاده کنن، بهره ببرن و سرمایه گذاری بکنن، هرچند که گفتیم تک معیار نباید هیچ وقت سرمایه گذاری املاک مستقلات رو انجام داد، باید جمعی از آیتم‌ها رو شما در نظر بگیرید، به یه جمع‌بندی برسید که کجا میشه سرمایه گذاری کرد و کدوم انتخاب مناسب تری هستش. حالا اگر معیار منطقه آزاد براتون پررنگ‌تره و میخواین از این موضوع بهره ببرید، ما تک معیار بهش نگاه میکنیم. بعداً معیارهای دیگر رو هم حالا توی مجموعه زون‌های طلایی گفتیم، اونجا میتونید بررسی بکنید. خودتون هم میتونید اولویت بندی بکنید. حالا 4 تا آیتم، 5 تا آیتم، اون چیزایی که براتون مهمه به عنوان اولویت مشخص کنید و جمع‌بندی کنید. اما در رابطه با منطقه آزاد که بحث ما در این ویدیو هستش، چند تا نکته عملیاتی میخوام بهتون بگم که بتونید بهترین نتیجه رو در تصمیم گیری بگیرید. شما الان آگاهی کافی راجع به کم و کیف منطقه آزاد و اتفاقاتی که میخواد در آینده بیفته داره، در میان مدت و بلند مدت. حالا بعد به یک نسخه کاستومایز شده و شخصی سازی شده در رابطه با سرمایه گذاری خودتون برسید. این نسخه شخصی سازی شده 3 تا آیتم داره. 1. میزان بودجه‌ای که در نظر گرفتید برای سرمایه گذاری. 2. مدت زمانی که میخواید صرف این سرمایه گذاری بکنید. و 3. توان شما. توان شما یعنی چی؟ توان شما آیتم های مختلفی. حالا اگر ویدیوی اول زونهای طلایی یادتون باشه، اونجا ما گفتیم یکی از آیتم هایی که تاثیرپذیر هستش در سرمایه‌گذاری املاک مستقلات، تاثیرگذار هستش، بحث ویژگی های شخصیتی شماست. ریسک پذیر هستید، ریسک گریز هستید، نگاهتون نگاه زیست پذیرانه هست یا نه، نگاهتون نگاه توسعه گرانه هست، علاقه به سرمایه گذاری های زود بازده دارید یا نه، آدم صبوری هستید، امکانات و انرژی و زمان کافی برای سر زدن مدون به پروژه دارید یا نه، به سرمایه گذاریتون دارید یا نه، و آیتم های متعدد دیگه ای که میاد و در قالب توان شما جای میگیره. در کنارش محدود کننده بودجه و محدود کننده زمان رو در نظر میگیرید و با توجه به اطلاعات و آگاهی که به دست آورید راجع به معیاری مثل منطقه آزاد میتونید بهترین انتخاب رو داشته باشید. اگر بخوایم از لحاظ زمانی 3 کلاس کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حاصل از موقعیت منطقه آزاد مازندران رو بررسی بکنیم، بعد خدمتتون بگم که کوتاه مدت به موج صنعتی و انبارداری تجاری برمیگرده و فقط کار حرفه‌ای است که این بیزینس رو چندین بار انجام دادن. خودشون در حوزه تجارت، صادرات، واردات، صنعت یا تولید مشغول به کار هستن و دقیقاً میدونن چه زمانی باید وارد شد، چه زمانی باید چه کاری رو انجام داد و چه زمانی باید خارج شد. اصطلاحاً شمشون دیگه عادت کرده به این بیزینس و گین‌های حوزه املاک مستقلات این شاخه رو خوب میشناسن و چندین بار هم تکرار کردن، ضرر کردن، سود کردن، سرمایه‌گذاری موفق و ناموفق داشتن، باعث شده که مسلط بشن و میتونن از این فرصت در کوتاه مدت استفاده کنن. این آیتم کوتاه مدت رو به هیچ وجه به کسانی که تازه کار در سرمایه‌گذاری هستن یا تجارب مشابه در زمینه صنعتی و انبارداری تجاری ندارن توصیه نمی‌کنم. در واقع در این لول که کوتاه مدتی هستش، کسانی که میخوان این گین ها رو بگیرن از جوهای هیجانی که بابت موضوعات مختلف هم ایجاد میشه استفاده میکنن و این موضوع در سطوح بالای حرفه‌ای سرمایه‌گذاری املاک مستقلات. مورد بعدی بحث سرمایه‌گذاری در میان مدت هست. میان مدتمون بین 3 تا 5 سال حتی تا 8 سال هستش که وابسته به اقدامات دولت در محور زمانی با این مدت هستش که کارهای مختلفی رو باید انجام بده. ما پله پله پیشرفت استراتژی و کارهای منطقه آزاد رو ببینیم و بتونیم برگرفته از اونها اقدامات درست رو در این مسیر انجام. در واقع میشه گفت بهترین کلاس سرمایه‌گذاری و بهره بردن از موقعیت منطقه آزاد مازندران همین کلاس میان مدتی هستش. به دلیل اینکه در واقع فاز اصلی سوددهی هستش. در این فاز زیرساخت ورود پیدا میکنه، افزایش قیمت زمین‌ها به سبب ورود زیرساخت و اقدامات ارگان‌های مربوطه بدون اینکه شما قدمی در راستای ایجاد ارزش افزوده بردارید در این مرحله اتفاق میفته و در واقع فرصت برای بهره بردن
از اقداماتی است که خودتون انجام نمیدید. فقط بعد انتخاب درستی در مورد سرمایه‌گذاری داشته باشید، زمین درست و در جای درست انتخاب بکنید. و لایه سوم هم سرمایه‌گذاری‌های 7 تا 15 سال هستش که در این لایه سرمایه‌گذاران صبورتر، اونهایی که توان ایجاد ارزش افزوده دارن، میتونن بهره‌های خوبی ببرن. البته اگر حتی ایجاد ارزش افزوده هم نخواهید بکنید، اگر زمین‌های خوبی انتخاب بکنید، به هر حال موج توسعه لکه‌های منطقه آزاد زمین شما را اگر جای درست انتخاب کرده باشین در دراز مدت خواهد گرفت. بنابراین ما در کوتاه مدتی سرمایه‌گذاری تخصصی رو داریم، در میان مدتی مردم عادی هم میتونن حتی با گرفتن یه مشاوره ساده و تشخیص زمین‌های درستی که میتونن انتخاب بکنن بهره ببرن. در مورد سوم که بلند مدتی هستش هم حتما از مشاوره استفاده بکنید که بتونید زمین درستی انتخاب بکنید و دیگه لازم نیست حتما متخصص باشید. شما در مورد سوم میتونید با انتخاب زمین درست و حتی انجام ندادن اقدامات ارزش افزوده بهره خودتون رو در موج‌های توسعه بلند مدتی بگیرید. ناگفته نماند که سود اصلی در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت حاصل تغییرهای کاربری است و اگر شما دانش این رو داشته باشید یا راهنمای خوبی داشته باشید که زمین‌هایی رو انتخاب بکنید که امکان تغییر کاربری در این خصوص رو داشته باشه یا اینکه در فازهای اولیه تغییر کاربری وجود داشته باشه، سود بیشتری همراه با ریسک کمتری در سرمایه‌گذاری همراه شما خواهد بود. یکی دیگه از آیتم هایی که در سرمایه‌گذاری بلند مدتی میتونه سودهای خوبی نصیب شما بکنه، باز با عدم انجام کار خاصی توسط شماست که بحث ایجاد توسعه های عمرانی و اتصالات زیرساختی مهمه، مواردی که در توسعه ترانزیت بسیار پر اهمیت. اصلا در ورود و سرمایه‌گذاری در بحث منطقه آزاد مازندران عجله نکنید. مهم اینه که شما خرید درستی انجام بدید. اینکه میزان سود کمتری به دست بیارید یا دیرتر وارد بشید اصلا اهمیت نداره. اگر قراره که از این معیار استفاده کنید و در مازندران سرمایه‌گذاری بکنید، حتما روی انتخاب و خرید درست تمرکز بکنید تا خرید سریع. از توان صحبت کردیم، از اینکه مهارت شما در بیزینستون، در فعالیتتون چی هستش. اگر ما بخوایم بر مبنای توان بیزینس و برنامه‌اش فرصت‌های منطقه آزاد مازندران رو دسته‌بندی بکنیم، دسته اول بحث صنعتی‌ها، انبارداری‌ها و انبار تجاری‌ها خواهد بود که در هر سلک ما حاله اول رو مستعدیم سرمایه‌گذاری معرفی کردیم که از همه مستعدتر لایه اول لکه منطقه آزاد امیرآباد. اگر در حوزه گردشگری، سلامت و خدمات فعال هستید یا میخواید در این حوزه ورود پیدا بکنید یا میخواید بدونید که مثلا کدوم ناحیه، کدوم لکه، کدوم حال بیشترین پتانسیل رو برای سرمایه‌گذاری و آبادانی آینده در این حوزه داره، بعد خدمتتون بگم که نوشهر و حاله دوم و سوم نوشهر بیشترین پتانسیل رو در این خصوص داره. و اگر به توسعه گری فکر میکنید، به شهرک سازی، به آپارتمان سازی، به ایجاد پروژه‌های اداری تجاری، بعد خدمتتون بگم که در بحث اداری تجاری حاله دوم لکه چپکرود و میرود مستعده. در خصوص مالها و آپارتمان‌های اداری تجاری هم نوشهر و هم چپکرود تا میرود مستعده، اما در خصوص شهرک سازی‌ها، مجتمع سازی‌ها حاله دوم تمامی لکه‌ها میتونه مستعد باشه برای این. در خصوص سرمایه‌گذاران کم ریسک هم، حالا اونایی که مثلا کارمندن میخوان سرمایه‌گذاری بکنن یا نه خیلی در حوزه املاک مستقلات اطلاعات ندارن، ریسک گریز هستن، شهرهای پشتیبان و زونهای پشتیبان میتونه مورد توجهشون قرار بگیره. راجع به این شهرها هم صحبت کردیم. خود ساری، نکا، بابلسر، فریدون کنار، بهشهر و رستم کلا میتونه مورد توجه قرار بگیره. و در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت که سوار بر تغییر کاربری علل خصوص در خصوص زمین‌های کشاورزی هستش، زمین‌های خوش موقعیت و با پتانسیل که میتونه در موج توسعه قرار بگیره و در فاصله نهایتاً 30 متری از لکه‌های منطقه آزاد مازندران واقع باشه. خب میریم برای بخش نهایی بررسی منطقه آزاد مازندران و نکاتی که نیاز به مرور مجدد داره، ببینیم که جمع‌بندی به چه شکل خواهد بود که ان شاءالله بتونیم به بهترین بهره را از مباحث گفته شده. اول موضوع این که همیشه یادتون باشه ما در حوزه املاک مستقلات هیچ سود هیجانی رو نمیتونیم به دست بیاریم. اگر با یک خبر هیجانی بخواید وارد یک سرمایه‌گذاری بشید، مطمئن باشید توی خروج و نقد شوندگیش دچار مشکل خواهیم شد. ممکنه چندین سال پولمون قفل بشه. اصطلاحاً حواسمون باید باشه که از حول حلیم توی دیگ نیافتیم. منطقه آزاد شدن مازندران، فعال شدن یک مسیر توسعه است. اصلا اینجوری نیست که شما بخواید یک گین مثلا 6 ماه یک ساله از یک سرمایه‌گذاری بدید. معیار منطقه آزاد شدن مازندران رو حتما باید در کنار سایر معیارها بررسی کرد و به هیچ عنوان در قالب نگاه تک‌بعدی وارد این سرمایه‌گذاری نشید. ما 3 لایه ارزش آفرینی در موضوع منطقه آزاد در مازندران رو داریم.
حدود 40 تا 50% در موضوع صنعتی و لوجستیک امیرآباد خواهیم داشت. حدود 30% در لایه تبدیلی و صنایع ثانویه و صادرات اونها خواهیم داشت و بحث گردشگری، سلامت و خدمات هم در حال حاضر نهایتاً تا 15% میتونه ارزش افزوده اقتصادی ایجاد بکنه. کما اینکه ما اگر در شرایطی قرار بگیریم که روابطمون با دنیا بهتر بشه و توریست وارد کشور بشه، این درصد به صورت فزاینده افزایش پیدا خواهد کرد. اگر جایی دیدید که قصد سرمایه‌گذاری دارید و در مدت زمان خیلی کم قیمتش افزایش پیدا کرد، بدونید که اون رشد هیجانیه و پیشخور شده و اصلا نگران از دست دادن موضوع نباشید. شما با بررسی بیشتر، با گذاشتن زمان بیشتر میتونید نتایج بهتری به دست بیارید. فراموش نکنید که موتور توسعه مناطق آزاد مازندران امیرآباده که منطبق بر اون چیزیه که هم سند آمایش سرزمینی میگه، هم اون چیزی که میشه پیاده سازی کرد در بحث تجارت. هرچند که به عنوان یک حلقه جایگزین و پشتیبان برای کریدور شمال جنوبه، نه بطن داستان کریدور شمال جنوب. چون اصل کریدور شمال جنوب رو ما از گیلان داریم که حتما اگر جویای سرمایه‌گذاری در این حوزه و با این اطلاعات هستید باید پیگیر اخبارش باشید، چرا که اصل کریدور شمال جنوب رو ما الان در حال حاضر در حاله‌های از ابهام داریم. در زون میانی و زون غربی منطقه آزاد بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها باید در بحث اقامتی، مسکونی، خدماتی و خرده فروشی باشه تا صنعتی. فراموش نکنید طرح اصلی و جامع تا پایان 1404 قرار پیاده سازی بشه، هرچند که الان سازمان منطقه آزاد مازندران هم تجهیز شده، تابلوها نصب شده، ولی سودآفرین در حوزه املاک صرفاً با اسم گذاری و ساختن و تابلو زدن میسر نیست. باید صبر کنید ببینید چه اتفاقاتی در آینده نزدیک خواهد افتاد. اگر صفحه ما رو دنبال می‌کنید حتما راجع به این موضوع در اینستاگرام صحبت خواهیم کرد. ویدیوهای طولانی مدت‌تر رو اونهایی که تخصصی باشه در مجموعه زون‌های طلایی منتشر می‌کنیم. یکی از منابعی که میتونید رصد بکنید صفحه ماست و سعی میکنیم تا حد امکان شما دیگه نیاز به منبع دیگه نداشته باشید. در سرمایه‌گذاری 3 موضوع خیلی مهم هستن. این 3 موضوع رو باید در هر شرایطی رعایت بکنید. 1. تشخیص این که خریدی که دارید انجام میدید، سرمایه‌گذاری که دارید انجام میدید در مسیر توسعه است. احتمال رشد اون بیش از سایر گزینه‌هاست. اسناد و مدارک و پیشینه شفاف املاک رو حتما باید بررسی بکنید و در بهترین حالت و مطمئن‌ترین حالت ورود بکنید. و گزینه سوم نقدشوندگی هستش. فراموش نکنید شما اگر یک سرمایه‌گذاری خوب انجام بدید اما نقدشوندگی پایینی داشته باشه، ممکنه چندین سال سرمایه‌تون قفل بشه و سودی که در مراحل ابتدایی بردید طی سال‌هایی که سرمایه شما قفل شده مستهلک بشه و از بین بره. چشم سود گرفتن از خریدها و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و هیجانی رو کنار بگذارید. طرح‌های دولتی، طرح‌هایی که مسبب میشه زمانی میتونه به شما سودهای خوبی برسونه، به سرمایه‌گذار سودهای خوبی برسونه که زیرساخت، توسعه کسب و کار و بارگذاری جمعیت هر سه توامان با هم اتفاق بیفته و این یک پروسه زمانبر هستش. این 3 اتفاق تیک خوردنش در برهه‌های کوتاه مدت امکان پذیر نیست. در قراردادهاتون نسبت به قراردادهای عادی دیگه لازمه که حتما موضوعاتی در رابطه با منطقه آزاد درج بشه، مخصوصا اگر دارید در حاله اول و دوم سرمایه‌گذاری می‌کنید. بنابراین قطعاً و حتما زمانی که می‌خواید سرمایه‌گذاری کنید از یک وکیل تخصصی ترجیحاً محلی یا مسلط به قوانین منطقه آزاد استفاده کنید. من تصورم این هستش که سلکه بودن استان مازندران این تصور رو داشته سیاستگزار که بیاد امکان توسعه رو در سطح استان پخش بکنه. یکی از تصورات مهمش انتقال جمعیت از مرکز ایران به استان مازندران و حالا گیلان هستش. البته راجع به گیلان تو این ویدیو بحثی نداریم، بحث مازندران هستش. دولت و سیاستگزار بسیار روی این موضوع حساب کرده که جمعیت رو منتقل بکنه، بخش قابل توجهی رو به استان مازندران که با تکمیل آزادراه تهران شمال این اتفاق هم میفته و با وزنه‌ای که در سمت امیرآباد که بیشترین مساحت منطقه آزاد در منطقه امیرآباد هستش و اتصال به شبکه راهن ریلی سراسر کشور، این انکر رو در سمت شرق استان هم قرار داده که جای خالی آزادراه تهران شمال رو در شرق جبران بکنه و در کنار 2 محور فیروزکوه و هراز بتونه یک توازنی در سطح غرب و شرق استان ایجاد بکنه تا مردم و جمعیت تا حجم قابل توجهی از مرکز فلات ایران که با بحران‌های متعددی روبرو هستش به شمال کشور و مازندران منتقل بشه. فراموش نکنید که یک انتخاب برای 2 نفر با شرایط متفاوت ممکنه نتایج مختلفی رو رقم بزنه و اگر یک فرصت سرمایه‌گذاری با شخصیت شما، توان شما همگن نباشه، ممکنه شما در این سرمایه‌گذاری متضرر بشید، کلافه بشید و اصلا زده بشید در سرمایه‌گذاری در املاک. بنابراین 3 آیتم اصلی مؤثر در هر نسخه شخصی بحث میزان بودجه یا سرمایه مورد نظر برای درگیر کردن، زمان بازدهی مورد نظر شما
و سوم توان شما برای رسیدگی به این سرمایه‌گذاری. به عقیده بنده برنامه سیاستگزار برای استان مازندران این هستش که تبدیل بشه تا سال 1410 به شاهرگ دوم اقتصاد ایران، پشتیبان جمعیتی پایتخت بشه، هاب لوجستیک و هاب اقامتی شمال کشور رو در مازندران پایه‌گذاری بکنه. روی ایجاد صنایع تبدیلی و صادرات اون به کشورهای حوزه دریای کاسپیان مانور بسیاری بده و روی ایجاد زیرساخت‌ها برای صنایع تبدیلی در شمال کشور و فعال کردن صادرات محصولات ثانویه به کشورهای ساحلی حوزه دریای کاسپیان مانور زیادی خواهد داد و همچنین کشورهایی که میشه با کریدور شمال جنوب از ارتباط با اونها منفعت برد. مبحث بررسی منطقه آزاد مازندران اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که مفید واقع شده باشه برای تمامی شما عزیزان. اگر قسمت‌های از این ویدیو رو جای دیگه دریافت کردید، این ویدیو سبک بررسی ما در زونه‌های طلایی هستش. ما با معیارهای 111 گانه که تقریبا در جامع‌ترین وضعیت ممکن فرصت‌های سرمایه‌گذاری املاک مستقلات رو بررسی می‌کنه در شهرهای مختلف و در زون‌های مختلف به بررسی می‌پردازیم. در کنار اینکه بهترین زون‌ها رو برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنیم، این روش رو شما به واسطه بررسی که انجام میدیم یاد می‌گیرید که بتونید شهر یا روستای خودتون یا هر جای دیگه رو در دنیا مورد بررسی قرار بدید، زون‌های طلایی رو انتخاب کنید و اونجا بهترین سرمایه‌گذاری‌ها رو داشته باشید. و علاوه بر این موضوع انشالله با کامل شدن ویدیوهای زون‌های طلایی کارهای دیگه هم می‌خوایم انجام بدیم در زمینه اطلاع رسانی و نکات طلایی که ما فقط از طریق تریبون زون‌های طلایی به اعضای اون منتقل خواهیم کرد. امیدوارم بهترین و پولسازترین تصمیم‌ها رو در زندگیتون داشته باشید. موفق باشید.